به نام خداوند بخشنده و مهربان. همدیاران عزیز، موضوع صحبت امروزه ما چگونه زبان ما تاجیکان قربانی سیاست‌های ضد ملی شد و قبل از اون که وارد این موضوع شویم میخواستم با استفاده از این فرصت و یکایک هموطنان گرامی، دوستان و همه کسانی که دوام این 2 روز آخر بنده کمینه را با زادروز تبریک گفتند، مینداری خود را و اهل خاندان را بیان کنم. و واقعا برای هر یک انسان دریافت کردن تبریکات به هر مناسبتی که باشد یک کار بسیار خرسندی آور است، بخصوص برای ما که دور از وطن در هجرت قرار داریم و رسیدن هر یک پیام، چه از داخل کشور باشد چه از بیرون، به مانند دادن یک دارو، یک قدرت و نیرو محسوب می شود. بخصوص کسانی که از داخل کشور ما را در این شب روزها تبریک گفتن، برایشان مینداری خاص بیان میکنم، زیرا تبریک کردن از داخل کشور و اون هم ما را که تنها برای یک لایک گذاشتن به نوار ما شهروندان تا 9.5 سال محبوس میشوند، کاری ساده و آسان نیست. این معنی آن را دارد که دوستان نه تنها فراموش نکردند، بلکه در چنین یک شرایط دشوار هم دوستی، برادری، رفاقت، محبت و قرض انسانی را فراموش نمیکنند. از طرف دیگر این همه بیانگر است که آهسته آهسته ملت ما این همه مرزها را شکسته ایستاده است، این همه قالب‌های دشواری که مقامات میخواهند بین مردم با وجود بیارند که دیگر یک کس دیگر را تبریک کرده نتواند، اظهاری همدردی همدلی کرده نتواند یا حتی موقع خود را آشکار بیان کرده نتواند، برای این سرکوب میشوند، برای این زندانی میشوند. ملت آهسته آهسته این قالب‌ها را شکسته ایستاده است و ما روز به روز احساس میکنیم که نزدیک شوی ما با مردم شریف خود، با دوستان چه در داخل و چه در خارج بیشتر شده ایستاده است. و نکته دیوم این است که معذرت میخوام از همه دوستان که کمی تأخیر شد در صحبت‌های ما، چون معمولا هر 2 هفته یک مرتبه من صحبت میکردم، با سبب آنکه عوض کردن مکان و جای و شرایط‌های نو یک کمی هم وقت گیرید و هم از لحاظ تکنیکی باید آمادگی بیشتر داشتن دوستان و یک کمی تأخیر شد که از همه هموطنان برای این کار هم عذرخواهی میکنم. اکنون بیاییم برگردیم به موضوع اصلی که آن هم باشد زبان تاجیکی یا زبان ما تاجیکان و مشکلاتی که در این راه هست. و البته پیش از آن میخواستم تمام هموطنان را به فرارسی روز زبان ملی تبریک بگویم که 22 ایول سال 1989 قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی قبول شد و امروز همچنین یک روز تاریخی برای ملت تاجیک در تاریخ ثبت شد و امروز برای همه تاجیکان، برای همه دوستداران زبان ما، برای همه کسانی که این ملت، این فرهنگ و این زبان برایشان عزیز هست، این روز واقعا یک روز جشن است، عید است و همگان را تبریک میگم. و این روز را انتخاب کردن ما برای این موضوع هم تصادفی نیست و هم موضوع زبان ما، زبان دولتی ما یک موضوع داغ شده است و هم میخواستم توسط مطرح کردن این موضوع در روز 22 همراهی، همدلی و همشریکی خود را در جشن ملی امان. البته هستند، هنوز هم کسانی هستند که این روز را همچون روز جشن ملی اعتراف ندارند، بخصوص بعد از تغییر این سنه که به ماه اکتبر گذرانده شد و همگان این را میدانند که یک تصمیم بسیار هم چاپلوسانه سیاسی گرفته شد اون زمان و از طرف دیگر خواستند انتقام خود را با عوض کردن این روز تاریخی به یک وقت دیگر از اون حرکت خودجوش ملی بگیرم. چرا من میگم انتقام؟ برای آنکه کسانی که امروز در سر حاکمیت هستند، البته نه همه‌شان، یک قسمشان بخصوص آنهایی که در رده بالای حاکمیت هستند، همون کسانی هستند که در سال 1989 مخالفی قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی بودند. اصلا آنها نه تنها مخالفی قبول این قانون بودند، آنها اون زمان مخالف تمام اون حرکتی نوی آزادی خواهی، استقلال خواهی و میهن پرستی و
وطن پرستی ما تاجیکان بودند. و همونطوری که در اون وقت مسئله های فرهنگی و سیاسی باعث شد که جامعه ما در دو سنگر قرار بگیرد، امروز هم اون نیروها در دو سنگر قرار دارند. فقط موضوعها کمی فرق میکند، محتوا کمی فرق میکند، اما طرز برخورد، مناسبت و اصلا اگر شما نگاه کنید شخصیتان تقریبا همون شخصیت‌هایی هستند که در سرگه مبارزه‌های ملی ما تاجیکان برای استقلالیت فرهنگی، دینی و سیاسی در سنگر قرار داشتند که مخالف استقلالیت، مخالف دادن مقام دولتی به زبان ملی همان بودند، مخالف آن بودند که ما از اون اتحاد شوروی مستقل باشیم و مخالف آن بودند که در تاجیکستان گوناگون اندیشی سیاسی، احزاب سیاسی نو با وجود بیان و الان هم اون مخالفت خود را حفظ کردن، نگه داشتن، اما با رنگ و بوی دیگر. آمدن یک مقدار از اون ارزش‌ها و شعارهای نیروهای آزادیخواه را ربودن، دزدیدن، خودشون صاحبی کردن، چون دیگر علاج ندارن. اصلا دیگر علاج ندارن که امروز با مخالفت با زبان نشان دهند، با فرهنگ، با نوروز، با استقلالیت، با دین. اما محتوا را یکم تر عوض کردند، موضوع روز را عوض کردند ولی در همون موقع اصلی باقی موندند، با همون شعار استقلال خواهی، با شعار وطن پرستی، با شعار دوست داشتن تاجیکستان و ملت، اما با عملها و فعالیت‌هایی که هیچ فرق از اون فعالیت‌های سال‌های گذشته ندارند. من دقیقاً در یاد دارم اون روزها را، اون سال‌ها که دانشگاه ملی تاجیکستان که اون وقت دانشگاه دولتی به نام لنین بود، که چگونه ما جوانان خودجوش و بیدار اون زمان در پیروی با بزرگواران ملت تلاش‌های برای رسیدن به این روز می‌کردیم در میدان‌ها، در دانشگاه‌ها، در بحث‌های داخلی دانشگاهی و وظیفه خود می‌دانم که در این لحظه‌ها، در این ساعت‌ها تمام آن کسانی را که برای قبول قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی اون سالها سهم گذاشتند، کسانی که از بین ما رفتند اونها را یادآوری کنیم و روحشان شاد باد و کسانی که هنوزم در بین ما هستند، بالای سر ملت هستند، از اون بزرگواران از آنها قدردانی شود، نام آنها گرفته شود. البته اگر من نام تک تک آنها را، همه آنها را در اینجا بگیرم، چه از رفتگان و چه از بازماندگان، وقتی صحبت ما کافی نخواهد بود، چون شمارهشون خیلی زیاد است و این چنین با اون نسل جوانی که اون سالها دانشجو بودن، همسن سالهای ما که هم صنفهای ما، هم کلاسهای ما، که جوانان اون وقت خیلی زحمت میکشیدن، کمک میکردن و این بحثا گرم بود و در بحث‌های داخلی دانشگاهی در جامعه با اون قشر را، با اون گروهی که ضد استقلالیت بودن، ضد فرهنگ ملی، زبان ملی بودن، واقعا کم نمی‌آوردن. با آنها هم تشکر بگم و باید گفت که امروز هم آنها در این سنگر قرار دارند، با شکل‌های گوناگون دارن از هویت ملی ما، از هویت مذهبی ما دفاع میکنن و امروز روز جشن ما و شما است، هموطنان گرامی، و به هیچ وجه اجازه ندهیم که یک کسی، یک گروه این جشن را از ما بدزدد و آن را بیارد به روز زادروز خود، اون روز را روز زبان ملی اعلان کند یا به هر شکل دیگر. بداند که اینا همه موقتی‌اند، برابر از بین رفتن آنها خودشان یا سلاله‌شان همه چیز بر اصل خود خواهد برگشت. ملت هیچگاه اجازه نخواهد داد که تاریخش را از او بدزدند، ارزش‌هایش را از او بدزدند، فرهنگش را از او بدزدند. و 22 ایول همچون روز جشن ملی، روز زبان دولتی ما، این یک سنه تاریخی است، در تاریخ ثبت شده است. نه رحمانوف نه کسی دیگر نمیتواند این را از ملت برباید، بدزدد و انشاءالله که این به جای خود حتما برخواهد گشت. و اما کی این رخ می‌دهد، کی صورت میگیرد، این دیگر به وقت نیاز دارد که انشاءالله امیدواریم که اون وقت طولانی نخواهد بود. خب دوستان گرامی، چرا این گونه شد؟ چرا حالا بیایم به بحث خود زبان ملی ما؟ آیا
این زبان زبانی تاجیکی است، زبانی فارسی نام دارد، آیا زبانی فارسی تاجیکی نام دارد، مثل که ما ادبیات هم ادبیات تاجیک و فارس میگیم. و باید گفت که این مسئله تاریخی خیلی طولانی دارد. قبل از آن که مستقیما وارد این موضوع شویم شاید یک تاریخچه از این موضوع را براتون بگویم، تلاش میکنم که وقت زیاد نگیرد. و چرا یک بار زبان ملی ما مورد توجه و حتی هجوم قرار گرفت؟ فکر نکنید که این حالت تنها در سالهای شوروی بود یا در سالهای اول استقلال بود، یا فکر نکنید که الان هست که یک ایده هم هنوز هم علیه زبان ما، نام اصلی زبان، علیه خط ملی ما و در مجموع علیه هویت ملی ما مبارزه میبرند، تلاش میکنند. این تاریخ طولانی دارد و اگر ما برگردیم به 100 سال 200 سال پیش، یک بار جهان اون وقت رو تصور کنیم که وضعیت سیاسی، وضعیت فرهنگی جهان به این شکل نبود که الان هست. در اون وقت یک چند تا ابرقدرت وجود داشتن، یکیش در غرب بیشتر زیر هیمنت بریتانیا، از این طرف روسیه، و در جهان داشتن قدرت‌های دیگر شکل می‌گرفتن. جهان معمولا اساساً بین اروپایی‌ها از یک طرف و روسیه پادشاهی از طرف دیگر همچون منطقه‌های نفوذ تقسیم شده بود و بحث هم، تلاش هم، مناقشه و رقابت هم اصلا بالای منطقه ما میرفت. آسیای مرکزی، شرق، خاورمیانه، نیم جزیره هند و در مجموع جهان اسلام، چه از افریقا شروع کرده، چه خاورمیانه، نیم جزیره هند و آسیای مرکزی، این منطقه‌ای بودند که بین این دو ابرقدرت، این اروپا و روسیه پادشاهی تقسیم شده بود و هر دو هم لشکرکشی میکردند و هر کس تلاش میکرد که هر چیز زودتر پایش را به آن جای بگذارد که رقیب اساسیش نگذاشته است. و این ملت ها دیگر تبدیل شدند به ابیکت هجوم و مناقشه و رقابت ابرقدرت ها. اما رقابت ها، لشکرکشی ها و کشورکشایی ها در عصر 19 و 20 از کشورکشایی ها و استثمارگری های عصرهای گذشته فرق میکرد. شما تاریخ را خوب میدونید که اگر در گذشته یک ابرقدرت میخواست کشور دیگر را بکشاید، فتح کنه، دیگر نیاز به کارهای فرهنگی نداشت. یک لشکر یا ارتش چند صد هزاره را آماده میکرد و میفرستاد، با زور شمشیر اون را فتح میکرد و کشایی میکرد، چون که اسکندر مقدونی کرد تا هندوستان رسید، آسیای مرکزی و خاورمیانه را گرفت. قبل از او اجدادان ما، کوروش و داریوش و دیگرها لشکر کشی کردند تا به افریقا و تا به اروپا رسیدند. چنگیزخان این کار را کرد، تیمور لنگ این کار را کرد و در مجموع تاریخ کشورکشایی ها یا لشکرکشی های گذشته تنها مبنی بر نیرو بود و این را ما و شما خوب بدونیم. اما در 200 سال قبل این وضعیت کمی فرق کرد. در برابر استفاده از نیرو، فرستادن لشکر، کشورکشایان لازم دانستند که این کشورها را از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری هم فتح کنند، آنها را ضبط کنند. اگر به این نتیجه رسیدند که تنها لشکر کشیدن و اون کشور را، اون ملت را مغلوب کردن کافی نیست، دیر یا زود این ملت و این کشورها باز خود را آماده خواهند کرد و با مقاومت و مبارزه به استقلال خواهند رسید. شما اگر اهمیت داده باشد، چه اروپایی ها و چه روسیه پادشاهی اولا شروع کردن با باز کردن مرکزهای علمی با نام شرقشناسی یا اورینتالیستیکا. شروع کردن با آموختن شرق از لحاظ جغرافی، فرهنگ، زبان، دین، اتنولوژیا، حتی آموختن رستنی ها و نباتات. اکسپدیسی های علمی فرستاده شد، همزمان اروپایی رقابت میکردن. یک اکسپدیسی علمی از طرف بریتانیا یا آلمان یا فرانسه فرستاده میشد به افریقا، به خاورمیانه و حتی به هندوستان، به آسیای مرکزی. همزمان روسیه پادشاهی هم اکسپدیسی های علمی و تجسسی
یا رزویدکه خود را میفرستاد به این منطقه برای آنکه مردم را بیاموزند که چی ملتند، چه زبان دارند، چه فرهنگ دارند، ارزش‌های آنها در مبنای چی ساخته شده است. و اگر شما بیاید کتاب‌های اون زمان نوشته شده را مطالعه کنید، چه از مؤلفان روسی و چه از مؤلفان اروپایی، در ساحه‌های گوناگون خیلی معلومات‌های دقیق را به رهبران کشورهای خود دادند. حتی اگر ببینیم همون اکسپدیسیایی که از طرف روسیه پادشاهی به آسیای مرکزی فرستاده شده از خود فیتچنکا، تیانشانسکی یا پریژوالسکی، اینها اکسپدیسیایی بودند که هم نظامی بودند، هم رزویدکا بودند و هم کارهای تحقیقاتی را انجام میدادند و این معلومات ها را پوره درباره ترکیب اجتماعی فرهنگی این ملت ها میفرستادند به سن پترزبورگ، به لندن یا به پاریس یا به برلین. و البته نباید ما اونها را گناهکار کنیم که این محققان همشون با نیت‌های بد می آمدند. نه، اونها عالم بودند، دانشمند بودند، محقق بودند، کار خود را انجام میدادند. اما سیاستمداران در این پایتخت‌ها وقتی که معلومات به دست آنها می رسید، وابسته به جهانبینی، به ایدئولوژی و تصمیم‌های سیاسی خود این داده‌های علمی محققان را استفاده می‌بردند. خب ببینید وقتی این را اگر تصور کردیم این وضعیت را که شرق شروع کرده از خاور میانه، نیم جزیره هند و آسیای مرکزی مالامال از گروه‌های محققین و تحقیقاتیانی بود که زیر پوشش تحقیقاتی علمی درویش‌ها حتی می آمدن تحقیقات می‌کردند، معلومات می‌فرستادند و اینا خیلی برای لشکرکشی و کشورکشایی‌های این امپراتوری‌ها یا قوه‌های اساسی اون زمان کمک می‌کرد. و هدف چی بود؟ وقتی که اونا می‌خواستن رقابت کنند و این کشورها را در تابعیت خود بدرارن، از سرمایه‌های آنها استفاده برند، اینا به این نتیجه رسیدن که باید اول پایه‌ها و ریشه‌های فرهنگی و فکری این ملت‌ها را مستملکه کرد یا فتح کرد. بعد ما بیایم کشور را از لحاظ اقتصادی و نظامی غصب کنیم. و اونا وقتی تحلیل کردن دیدن که در این قسمت دنیا، حالا من افریقا رو نمیگم چون خیلی دور بود، اما در خاورمیانه، حتی در نیم جزیره عرب، در هندوستان، در آسیای مرکزی یک حالت را دریافتند. تحقیقات آنها نشان داد و هم اروپایی و هم روسا اگرچه رقابت و اختلاف نظر داشتند در هدف و استراتژی، اما در یک نقطه مشترک بودند، به یک نتیجه مشترک رسیدند. اینها به این نتیجه رسیدند که نفوذ دو پایه، دو اصل در اینجا در این منطقه خیلی زیاد است. یکی دین، دیگری فرهنگ. حالا من نمیخوام در اینجا وارد بحث دینی شم چون موضوع ما دیگر است و بحث خیلی طولانی میشود، حتما در یک صحبت دیگر خواهم گفت. اما اونها دیدن که در این قسمتی از جهان فرهنگی بلند، فرهنگی تسلط داشته یا دمینی روش کلتور به اصطلاح و زبانی که از طریق آن این فرهنگ و این جهانبینی، این علم منتشر است، در اینجا بیشتر رواج دارد زبان فارسی، خط فارسی و در مجموع فرهنگی ایرانی فارسی. و هم بریتانیا ها و هم اروپایی ها و هم روس ها اگر شما اهمیت بدهید در تمام نوشتجات خود به این نتیجه رسیدند که اگر واقعا ما میخوایم این کشورها را فتح کنیم باید که برویم این دو اصل را ضعیف کنیم. یکی دین و دینداری را، تفکر دینی را که حالا بحثش جدا است، دیگر فرهنگ را. فرهنگ را هم نمیشود ضعیف کرد بدون آنکه شما پایه ها و ریشه های این فرهنگ را ضعیف نکرده باشید. یک بار دیگر وقتی که ما جهان را تصور کنیم برگردیم به تصور کنیم منطقه‌ای که من دربارش دارم الان صحبت میکنم. از نیم جزیره هند شروع کرده تا ترکیه، آسیای مرکزی که دیگه 100% تقریبا زبانش زبان فارسی بود، زبان علم، زبان دولتداری، جامعه، حتی چین، مردم مسلمان چین هم، اویغورها هم که دیگر تمام امورشون خط فارسی و زبان فارسی بود. حتی نیتی نماز، نیتی طهارت را تا امروز هم مستفیدهای اویغور به زبان ما و شما انجام میدهند. من برای یکی از، اگر شاید باور نکنید، چند سال پیش در یکی از کنفرانس ها نماینده مسلمان های اون بیرمه را ملاقات کردم. وقتی که ما دو تاجیک بین یکدیگر صحبت میکردیم گفت که شما با کدام زبان صحبت میکنید؟ من گفتم با زبان تاجیکی. گفت چی زبانی؟ گفتم این زبان ریشش فارسی است، زبان فارسی است، ولی ما حالا تاجیک هستیم تاجیکی میگیم.
گفت من شما رو کم و بیش میفهمم، نه همه چیز رو ولی بعضی کلمه ها شناس است. گفتم از کجا میفهمید؟ گفت من گلستان فارسی رو در مدرسه در همون بیرمه خواندم و مدرسه هایی که برای مسلمان های اون کشور بود، ما تمام تعلیمات دینی رو به زبان فارسی میگیریم از استادان خود. و گلستان سعدی یکی از برنامه‌های درسی ما است، برنامه حتمی هست که تا این لحظه، تا این سال هم هنوز هم اون مرکزهای تقلیدی سنتی مسلمانان اون منطقه هنوز هم از اون استفاده میبرن. شما ببینید نفوذ و پهنشوی زبان ما، فرهنگ ما، ادبیات ما را که از خود نه تنها نیم جزیره هند، حتی شرق جنوب و شرق هم آسیا جنوب و شرقی هم پهن شده بود. وقتی که کسانی که میخواستن این منطقه را غصب کنن آمدن دیدن که حتی سلاطین ترک هم، عثمانی ها هم اونها به زبان فارسی شعر می نویسن. من چند پیش نواری را دیدم از اردوغان که در گشاده شدن همون مسجد آیا صوفیا از دو شعر دو مصرع را از کدام سلطان عثمانی زمان پیش میخواند که به زبان فارسی خودش شاید نمیفهمد اردوغان چی میگه، اما مضمونش رو میدوند و معلوم میشد که حتی سلطان عثمانی هم به زبان فارسی صحبت میکردن. حتی من برنامه روزنامه تعلیمی پسر سلطان عبدالحمید آخران خلیفه عثمانی ها را هم در کجای خواندم که روزنامه درسیش را از پسرش را نشر کردن، زبان فارسی، درس زبان فارسی جزئی برنامه تعلیمی پسر خلیفه عثمانی در اولهای عصر 20 است. پس وقتی اینا دیدن که زبان حاکم در این منطقه زبان فارسی است، آمدن نقشه کشیدن که باید این زبان و این فرهنگ باید که تجزیه شود، ضعیف شود. اگر ما میخواهیم، حالا فرق ندارد چه اون اصطلاحگر از اروپا است، از شمال هست، از هر کجای باشد، اگر شما میخواهید این ملت ها را مستملکه خود کنید برای دراز مدت، باید بیاید پایه‌های فرهنگی را ضعیف کنید. اونها شروع کردن با وسیله‌های گوناگون رفتن. برای مثال کسانی را در ترکیه سر قدرت آوردن که شدیداً مخالف همین دو اصل بودن، یکی دین و دیگری فرهنگ. فرهنگی عثمانی بر مبنای زبان فارسی شکل گرفته بود. وقتی که ترک‌ها حتی امروز هم مولانای رومی را پیر معنوی خود می‌حسابند، اونا میدونن که تمام نوشته و گفته جلال الدین بلخی این به زبان فارسی بود. و آمدن به عرب‌ها گفتن، به خصوص به عرب‌های پن عربیست یا ملت‌گرا گفتن که شما از لحاظ سیاسی به ترک‌های عثمانی و خلافت تابع هستید، از لحاظ فرهنگی به ایران و تمدن ایرانی، و اینها را شوراندن علیه این دو اصل. آمدن از یک طرف لشکرکشی کردن علیه خلافت در مرکزش در استانبول بود، از طرف دیگر همه چیزی که به ایران و به فارس و به عجم ربط داشت، از فرهنگ، از زبان، از سیاست کشورهای بخصوص نیم جزیره عرب، اینها را آهسته آهسته پاک کردند. و در نیم جزیره هند هم همین حالت رخ داد. آمدن مردم هندو زبان را علیه تمدن فارسی، تمدن ایرانی شوراندند و گفتند که اینها این تمدن زبان مستملکتی است که طول تاریخ توسط بابری ها و توسط مسلمان ها آمدن شما را استیلا کردن و باید از این دست کشید. تا این لحظه حتی پیرمردان هند و پاکستان هم زبان فارسی را خوب میفهمند، صحبت میکنند، اما در اون جاها یک جریان های ملتگرایی شاوینیستی را قوی کردند، چه در نیم جزیره هند، چه در نیم جزیره عرب، چه در ترکیه. کسانی را سر قدرت آوردند که اینها بر مخالف فرهنگ، زبان و ادبیات و تاریخ ما و شما بودند. اما در آسیای مرکزی چیه؟ در آسیای مرکزی اگر شما بیاد کتاب‌هایی که در اون زمان نوشته شده است از طرف هم محققان زمان روسیه پادشاهی و بخصوص محققان اول زمان بولشویکی، اونها به این نتیجه رسیدند که اگر می‌خواهید شما آسیای مرکزی رو فتح کنید و در اونجا تسلط داشته باشید، باید کاری که اول میکنید مقابل فرهنگ و زبان این کاری و علمی این منطقه کار کرد. و یک تصوری را با وجود آوردن، آمدن گفتن که ملت‌های آسیای مرکزی از دو گروه عبارتند. من یک اشاره خوبی را که دانشمند تاجیک سفر عبدالله در کدام مقاله‌اش نوشته بود، خلاصه این بحث را بحث شرقشناسان زمان روس چی در قبل از بولشویسم و چی بعد را خلاصه کرده بود به این معنا که و
حاکمان و سیاستمداران خود فهماندند که در آسیای مرکزی دو قوم است. یکی قوم ترکی اصل که خیلی مردمی ساده‌اند، کوچمنچی هستند، اما زیاد تحصیل کرده نیستند، شهرنشین نیستند. دیگر قوم تحصیل کرده، شهرنشین با فرهنگ، قوم ایرانی اصل هستند و وقتی که خاراکتریستیک یا صفات آنها را آوردن معرفی کردن، گفتن که اولی ها نه ترک ها، ترک اصل ها یا کمی ساده و خیلی هم آنها را میشه شوران از اونها استفاده کرد، اما اون تحصیل کرده ها، فارس زبان ها، ایرانی اصل ها یا کمی زیرکند، شهرنشین هستند، تحصیل کرده هستند، با آنها دشوار است کار کردن و آنها را ضبط کردن، آنها را از بین بردن. اگر هر کسی میخواهد این منطقه رو فتح کند، باید دو کار کند. که بیاد تکیه به اون مردم عوام و ساده کند، دیوم که اون مردم تحصیل کرده، ریشه‌دار و صاحب زبان و فرهنگ را ضعیف کند، از بین ببرد. در اون صورت شما میتوانید منطقه آسیای مرکزی را از خود کنید. دقیقاً همون کاری را کردن که در خاور میانه کردن، در جزیره عرب کردن، در جزیره هند کردن و در آسیای مرکزی هم با شیوه دیگر همین سیاست تکرار شد. بنابر همین باز میگم اگرچه این ابرقدرت‌ها رقابت داشتن، اما در یک مسئله اتفاق نظر داشتن که قوم یا ملت یا زبانی فرهنگساز در این منطقه زبان فارسی هست، فرهنگ ایرانی هست و اصل این نگه داشتن هویت و قدرت فرهنگی ملت ها در مبنای زبان و فرهنگ فارسی و ایرانی شکل گرفته است. و متاسفانه باید گفت که بلشویک‌ها هم تقریبا بعد از وقتی که در روسیه بلشویک‌ها سر قدرت آمدن و به آسیای مرکزی لشکر کشیدن، دقیقاً همون سیاست‌ها رو ادامه دادن و آمدن. شما دیدید که بعداً استفاده زبان فارسی در بخارا ممنوع اعلام شد. البته این کار را هم به دست پن ترکیستا کردن، کسانی که مورد تایید مسکو و حکومت بلشویکی تا سالهای 30 قرار داشتند. باید گفت که بلشویک‌ها پن ترکیستا را با تمام قدرت پشتیبانی میکردن. شما رو میتوانید از کتاب‌های صدرالدین عینی پیدا کنید، محمد جان شکوری، حتی از کتاب‌های فطرت، کسانی هم که در رأس این حرکت قرار داشتند، و از دیگر تحقیقات پیدا کنید که آنها آمدن اول پن ترکیستا را تقویت بخشیدند تا اینکه توسط آنها فرهنگ و زبان فارسی و ایرانی اصل را در منطقه ضعیف کنند. بعد دیدن که خود پن ترکیستا تبدیل شده ایستادن به یک حرکت قوی که میتواند در آینده برای سیاست‌های بلشویک‌ها خطر ایجاد کنه و شروع کردن به زدن پن ترکیستا، آنها را متهم کردند و هر کسی که مخالف سیاست آنها بود با شاوینیسم و ملتگرایی پن ترکیستی متهم شد. یعنی خلاصه گپ، اول آمدن به دست پن ترکیستا فرهنگ، زبان و هویت ملی ما را نابود کردن، ضعیف کردن، بعدا خود پن ترکیستا را هم از بین بردن. و باید گفت که به مقصد خود رسیدن، به هدف خود رسیدن و امروز نه تنها زبان فارسی ما، فرهنگ ما در کل منطقه آسیای مرکزی، حتی فراتر از آسیای مرکزی، در نیم جزیره کریم، در خزان، در اوفا، فرهنگ گفتگو، ادبیات، علم، دین فارسی بود. اینا رو آوردن محدود کردن به یک گوشه از کوهستان تاجیکستان امروزه و بدخشان. و حالا این یک قسمت مصیبت است. مصیبت اصلی در اون است که یک نسل را تربیت کردن، به جای خود گذاشتن که امروز دقیقاً دارن مثل همون بلشویک‌ها و مثل استعمارگران عصرهای 18 و 19 فکر میکنن و همون سیاست‌ها رو با شکل دیگر دوام داده ایستادن. اصل یا شیره این تفکر استعمار زدگی چی است؟ اینها میگن که چرا شما زبان فارسی، ادبیات فارسی یا فرهنگ اجدادی ما میگید؟ اصلا ما کسی نبودیم، ما چیزی نبودیم. همینها آمدن که با ما دولت دادن، با ما هویت بخشیدن، با ما برق آوردن، با ما روح آهن آوردن، ما را ملت ساختن، ما را شخصیت و حیثیت بخشیدن. و این تفکر استعمار زدگی هنوز هم ادامه دارد. حالا شما فکر نکنید که بلشویک‌ها رفتند و از خود چیز باقی نموندند. در
جاهای دیگری که استعمارگران در افریقا، در نیم جزیره هند، در هر کجایی که استعمار بود، اونا رفتن این ملت‌ها، این کشورها به نام مستقل شدن. هنوز هم فرهنگ استعمار زدگی در اونجا هم وجود دارد. من وقتی که سفر میکنم میبینم تعجب میکنم که این مشکلی تنها خاص ما تاجیکان نبوده است، خاص تمام ملت‌های هست که یک زمان مستملکه کدام یک کشور دیگر بودن. اما متاسفانه در ما در تاجیکان این بیشتر ریشه دوانده است. حالا شما اگر یک هندو را ببینید، یک افریقایی را ببینید، یک ترک یا عرب را ببینید، وقتی که در این موضوع صحبت میکنند، به اون حدی که ما تاجیکان از مستملکه‌داران خود دفاع میکنیم، اونها را حتی پرستش میکنیم، به اون حد نیستند. یک نکته رو میخوام اینجا دوستان عزیز بگم. به هیچ وجه خدای نکرده مبادا کسی فکر کند که ما تاجیکان کسانی که ملت خود را دوست می‌داریم، وطن خود را، زبان و فرهنگ خود را دوست می‌داریم، خدای نکرده علیه ملت، فرهنگ، تاریخ یا کدام حیثیت قوم کشور دیگری باشیم. بخصوص وقتی که ما امروز صحبت می‌کنیم، بعضی‌ها میتوانن بگن که روسا در اینجا چی گناه دارن؟ چرا ما علیه روسا صحبت می‌کنیم؟ نه دوستان عزیز، ما نه تنها علیه روس‌ها صحبت نمی‌کنیم، بلکه خود روس‌ها را، فرهنگ روسی را، دولتداری روسی را قربان همین سیاست‌های ضد ملی، ضد روسی بلشویکان می‌دونیم. شما اصلا تصور نمی‌کنید که بلشویسم روسیه پرقدرت را به چی تبدیل داد. چندین میلیون بهترین نخبگان ملی روسی را از بین برد. شما فقط کافی است یک مرتبه ادبیات مهاجرت روس‌ها را در اروپا مطالعه کنید، از بونین شروع کرده تا دیگرها. شما درد آنها را وقتی که میخوانید، بعد میبینید که بلشویسم به ملت روس چیکار کرد. اتفاقا من خودم یکی از عاشقان فرهنگ و ادبیات روسی هستم. حالا نه به خاطر آنکه در روسیه تحصیل کردم، بلکه الان هم چند پیش من هم چخوف و هم داستایوفسکی را با زبان آلمانی وقتی که بار دیگر خواندم، هم به خاطر زبان را بهتر آموختم و هم میبینی که یک تابش دیگر را هر ادبیات در یک زبان دیگر پیدا میکردند. واقعا اروپایی ها عاشق ادبیات قدیمی روسی هستند. تولستوی، داستایوفسکی، چخوف، اینها را خیلی خوب میخوانند. خب نباید کسی این صحبت‌های ما را علیه ملت روس استفاده برد، بلکه من میگم تمام ملت‌های آسیای مرکزی، حتی خود روسیه، قفقاز، پریبالتیکا، حتی اوکراین هم، اینا همه ما قربانی بلشویسم هستیم، نه قربانی سیاست‌های ملت روس یا دولت روسیه به شکل عمومی. اما باید این نکته را هم بگم که متاسفانه هنوز هم اون سیاست استعمار زدگی با یک شکل دیگر ادامه دارد. ما را حالا آمدن میگن که ملت تاجیک تا آمدن بلشویکا چیزی نداشت. کنی شهرهای شما، کنی ادبیات شما، کنی بینای از اونا باقی نمونده است. ما چیزی نداشتیم و این در مجموع طرفداران بلشویسم. اما حکومت امروزه که خودش ریشه‌دار در همون اندیشه بلشویکی است، فرزندان همون کلتکداران سرخ هستند، اینها آمدن یک کمی پایشون رو بالاتر گذاشتن. اینا آمدن حتی همون تاریخ و فرهنگی که در زمان بلشویکا شکل گرفته بود در تاجیکستان ما، اون رو هم دارن از بین میبرن. اگر بلشویکا آمدن تمام تاریخ، ادبیات، فرهنگی تا بلشویکی ما رو از بین بردن، بعد گفتن که تا آمدن شما هیچ چیز نداشتین و یک ایده هنوز هم کرکرانه باور دارن و این رو تکرار میکنن. این جناب رحمانوف با دو دستگاهش آمده است، الان میگوید که ما حتی در زمان بلشویکی هم چیزی نداشتیم. حکومت شورایی برای ما چی ساخت؟ راه رو من ساختم. حالا میگوید که راه ها رو در تاجیکستان من ساخته ایستادم. حتی ببینید امروزها دارن بیناهای تاریخی که در زمان شوروی ساخته شدن، اینها رو هم از بین میبرن. الان همین شب روزه که من با شما صحبت دارم، بینای سابق کمیته مرکزی حزب کمونیستی رو دارن از بین میبرن. دقیقاً همین گونه بیناها که از روی همین آرکیتکتورا با همین استانداردها ساخته شده است، در مسکو، در سنت پترزبورگ، در یریوان، در تبلیسی، در تاشکند، حتی در اروپا، در آلمان شرقی هم اگر بروید، اینها وجود دارن. نه تنها حفظ میشن بلکه خدمت کرده ایستادن، چون اینا از روی استانداردهای ساخته شدن که بهترین معمارها ساختن. هم از لحاظ معماری میتونن 100 سالهای دیگر خدمت کنن و هم از لحاظ مهندسی. اما چرا رحمانوف در یک کشور قشاق که پول نداریم برای ساختن مثلا بیمارستان ها، برای ساختن مکتب ها، برای دادن معاش و استیپندیا و نفقه پول نداریم، از پول مهاجران
گدایی کرده زندگی کرده ایستاده است. چرا میآید این بینای عمل کننده زیبا را و تنها یک بینا را نه، بیناها را خراب میکنه. در جاش میاد یک بیناهایی که از سمنت و آهن و از شیشه ساخته شدن، یگان نمود ارزش معماری ندارند، اینها را بنا کرده ایستاده است. این هم ادامه آن همون سیاست کلتکداران سرخ و بلشویک‌های فرهنگی است. این جناب رحمانوف و طرفدارانش بعد از 20 سال، بعد از 30 سال دیگر به اون نسل نوی آینده ما تاجیکان خواهد گفت که نه یونانی ها برای ما چیزی ساختن. کجاست اون تمدن یونانی که یونانی ها آمدن آسیای مرکزی رو اسکندر گرفت؟ نه عرب ها چیزی ساختن برای ما، دین را آوردن، دین ما را گرفتن، چیزی نساختن از خودشون. نه چنگیزی ها و نه مغول ها و نه ترک ها و نه حتی روس ها و بلشویک ها. کجاست اون بیناها؟ هیچ چیز نیست. همه را خودش خراب کرد و اون جوانی تازه به دنیا آمده الان چه خیلی که جوانان امروزه ما را خائن و دشمن میدانند و رحمانوف را نجات دهنده خودشان، اون جوانهای بعدی هم واقعا باور خواهند کرد، چون هر طرف را که نگاه میکند نظر میکند میگن که بینا را کی ساخت؟ در زمان رحمانوف ساخت. بیبلیوتک، چایخانه، مسجد، بیناهای جدید با پول خطایی، با قرضدار شوی ما و شما و در زمان رحمانوف ساخته شد. قبل از اون هیچ چیزی نبود و واقعا باور میکنن که تاجیکان، تاجیکستانی ها هیچ تاریخ، هیچ هویت، هیچ ارزش تا آمدن رحمانوف نداشتن. هر چیزی که برای ما کرد رحمانوف خانواده‌اش کرد. این یک نمودی کلتکداران سرخ یا همون بلشویکایی که در گذشته کردن الان دارد رحمانوف با ما میکند. اما خود بلشویک‌ها، خود فرهنگ بلشویکی و میراث زمانی بلشویسم هم قربانی این بلشویزمی نوی آقای رحمانوف شده ایستاده است. چقدر که من گفتم بعد از پنترکیستا فرهنگ ما تاجیکا و فارس ها رو در آسیای مرکزی نابود کردن، بعد خودشون قربان شدن. امروز رحمانوف دقیقاً با استفاده از اون وسیله بلشویکی دارد دیگرها رو این کار میکند، اما خودی تاریخ و فرهنگ زمانی شوروی هم دارد قربانی این تخریب کاری فرهنگی رحمانوف در این شب و روزها شده است. خب من حالا نمیدونم جایش هست، وقتش هست یا نیست. بسیار میخواستم که ملت تاجیک صدایش رو بلند کند، نه به خاطر آنکه ما دفاع از تاریخ زمان شوروی کنیم، نه، این تاریخ ملت ما هست. 70 سال شوروی جزء تاریخ ما هست. حالا 500 سال تاریخداری در زمان منقیطی‌ها جزء تاریخداری ما هست. پیشتر از اون باز دیگر سلاله‌های غزنوی ها بودن حاکمان ما، اونم جزء تاریخ ما هست. زمان اسلامی، زمان قبل از اسلامی، چه با تاریخ زرتشتیت، بودایی، هر کسی آمد، هموطنان گرامی، این جزء از تاریخ ما است. این باید حفظ شود. آلمانی ها تاریخ خود را حفظ میکنند، تمام صحیفه های نیک و بدش را فرانسوی ها حفظ میکنند، چون اینا میدونن که جزء تاریخ است. اما تنها ما تاجیک‌ها هستیم که امروز خاموشانه داریم تماشا میکنیم که رحمانوف دارد تمام خاطره تاریخی ملت را از بین میبرد. بعضی نفرها با یک صدای پست در رسانه‌ها یک صدای پست میبرند که خب مردم آگاه باشند، اما از ترس اونها نمیتوانند چی بگن. اگر ما نمیتوانیم واقعا هم امروز همچون ملت تاریخ خود را از این ویرانکاری‌های رحمانوف حفظ کنیم، وای بر حال ما. شاید بعضی از دوستان میگن که خب شما که در اروپا هستید حالا صدایتون بلند حرف زده ایستادید، ما در داخل کشور میترسیم. بله من شما رو خوب میفهمم. بگذار ما گفته ایستادیم با صدای بلند، حداقل شما بیاید همین گفته‌های ما را برسانید به مردم. شما، چون این تاریخ تنها ما نیست، تاریخ شما هم هست. حتی من دلم به همون کسان میسوزد که برای شوروی حالا هم حسد میبرند، حالا هم آرزو میکنن و ما را متهم میکنن که گویا که نهضت اسلامی تاجیکستان و حزب دموکرات و نیروهای آزادیخواه آمدن شوروی را بیا برهم داده باشیم. حالا که شما ما را تهمت میکنید، ما اصلا قدرتی نداشتیم که اون شوروی را از بین ببریم، شوروی خودش پاش خورد. اما شما در پیش چشمتون دارد همون تاریخ شوروی شما را رحمانوف از بین برده ایستاده است. چرا این را صدا بلند نمیکنید؟ این را نمیگید و زورتون فقط به همون رستاخیز و حزب نهضت و 4 دانشجو و 4 فرهنگی تاجیک میرسد که گویا آنها با این حرکت آزادیخواهی خود شوروی رو از بین برده باشد. نه دوستان عزیز، این خیلی نیست. شوروی خودش پاش خورد. شوروی رو نه ما تاجیکان برهم دادیم، نه ازبک‌ها، نه
ملت های پریبالتیکا، نه قفقازی ها، بلکه خودش با اون ظلم و ستم و اون سیاست غلطش از بین رفت. اما امروز دارد این جناب رحمانوف تمام خاطره ملت را از بین برده است. خواهش میکنم که شما حداقل صدای خود را بلند کنید. حالا یک کمی طولانی تر شد صحبت ما. میخواستم چند دقیقه دیگر درباره خود نام زبان هم صحبت کنم. دوستان گرامی، بحثی که ما کرده ایستادیم بحث درباره هیچ چیز است. نام زبان ملی ما تاریخاً و امروز هم زبان فارسی هست. بله، ما تاجیکیم، کشور ما تاجیکستان است. همچون ملت، همچون یک دولت ما دیگر تاجیک هستیم، تاجیکستانی هستیم. اما زبان ما زبان فارسی است. و کسی این معقول هست نیست. نمیتوانید ضد علم صحبت کنید، نمیتوانید ضد حقیقت و واقعیت و تاریخ صحبت کنید. بعضی ها خیلی ساده‌لوحانه نگاه میکنن، همون دوام سیاست بلشویکی که هر ملت، هر قوم باید یک زبان خاص خود را داشته باشه. یعنی مفهوم ملت در زمان بلشویکی همین بود. میگفتن ملت تاجیک، ملت روس، ملت ازبک و اینا باید زبان خود را داشته باشند. اصلا مفهوم ملت از این فرق میکند. الان مسئله قوم از ملت جدا هست. مسئله خلق، قوم از ملت ها جدا هستند. ملت امریکایی هست، ملت برزیلیایی هست، ملت مثلا فرانسوی هست. اینا مگر زبان برزیلیایی وجود دارد یا زبان امریکایی وجود دارد؟ مگر زبان ارژنتینی وجود دارد یا مثلا در امریکا زبان امریکایی دیگر هست؟ نه، اینا همچون ملت، همچون دولت وجود دارند. اما شرط نمیکنن بگن که زبان ما اسپانی هست یا زبان ما پرتغالی هست یا زبان ما انگلیسی هست. اصلا در افریقا حتی کشورهای خیلی قوی مستقل که زبانشون فرانسوی هست. خب چه بدی دارد؟ زبان بلژیا زبان فرانسوی است. مگر بلژیا کشور مستقل نیست؟ میگه ما دولت ملت بلژیک هستیم اما زبانمون فرانسوی است. مگر کشور استرالیا کشور مستقل نیست؟ کشور قوی محترم که تمام اکثریت سازمان‌های بین‌المللی در وینا دفتر دارند، از اون جمله اوبسی هم. اما زبانشون آلمانی هست. مگر اونها شرم میکنند از این؟ چرا ما باید شرم کنیم که ما تاجیکان با فخر بگیم که زبانمون زبان فارسی است؟ حالا با لهجه تاجیکی، با گویش تاجیکی حالا فرق نمیکنه، اما ریشه زبان تاریخاً چنین بود و امروز هم همین طور هم. از چی شرم میکنیم؟ فقط به خاطر آنکه یک ایده آمدن 100 سال پیش، 80 سال پیش نام زبان ما را تغییر دادن، گفتن که زبان شما تاجیکی نام دارد، فقط به خاطر آنکه ما را از ریشه و از اصل خودمان جدا کنن. دوام همون سیاست استعمارگری که دیگر تاجیکان در این گوشه دنیا از لحاظ مرزی بریده شدن، حالا دیگر خود را هیچ ربطی با اون فرهنگ جهانبینی و ادبیاتی با چند هزار ساله ایرانی و فارسی هیچ ربطی نداشته باشند، ما را گفتن شما تاجیکا زبانتون تاجیکی است، ادبیاتتون تاجیکی است، هیچ ربطی با اونها نداره. امروز هم ما داریم همون رو تکرار میکنیم. دوستان عزیز، میخواهیم یا نه بعد از چند سال دیگر این وضعیت تغییر خواهد کرد. واقعیت ها دیگر میشوند. اصلا واقعیت ها که حالا هم هستند اما سیاست ها دیگر میشوند. من فکر میکنم که هر چقدر زودتر ما شروع کنیم این روند را، روند بازگشت به اصل خود، به خودشناسی ملی خود، همون قدر برد خواهیم کرد. وقتی اون رسیده است که ما از کسی شرم نداریم، از کسی نترسیم، بگیم که ما تاجیکان زبانمون، ادبیاتمون همون ادبیاتی هست، همون زبانی هست که طول چندین هزار سال شکل گرفته است. بعداً یک مسئله بسیار خطرناک دیگر است. ما کی گفته است که ما تاجیکان یک زبان داریم؟ ما تاجیکان بالاخره یکی از ملت‌های خیلی قوی هستیم که چند زبانه هم هستیم. مگر زبان یغنابی که ریشش زبان سعودی است، زبان ما تاجیکان نیست؟ یک ایده از هموطنان ما زبان مادریشون، زبان خانه‌شون زبان یغنابی است. مگر زبان یزدگولامی زبان ما تاجیکان نیست؟ مگر زبان شغنی و اشکاشیمی و چندین زبان‌های خرد دیگر در بدخشان زبان ملت ما، زبان ما تاجیکان نیست؟ یا ما آنها را از ملت تاجیک بودن بیرون کردن می‌خواهیم؟ ما باید بگیم که ما تاجیکان چند زبانه هستیم، زبان
اصلی یا اکثریت مردم ما تاجیکان که با آن صحبت میکنیم، مینویسیم، زبان رسمی کاری زبان فارسی هست. اما چند زبان دیگر هم داریم که زبان محلی است، مردم در خونه‌هاشون صحبت میکنن، بین یکدیگر صحبت میکنن. اتفاقا میخواستم این نکته رو هم بگم. دولت، حکومت تاجیکستان حالا وظیفه دار است در آینده انشاءالله اگر پیمان ملی یا هر نیروی ملی دیگر اگر توانست در قدرت شریک باشد، یکی از وظیفه‌های ما این است که نه تنها این زبان‌ها را حفظ کنیم بلکه برای رشد این زبان‌ها برنامه خاص باید داشته باشیم. اصلا شخصا خودی من آرزو دارم که ما زبان‌های یغنابی، یزدگولامی، اشکاشمی، شغنی و دیگر زبان‌های خود را در دانشگاه‌های تاجیکستان درس بدهیم. اینا آموخته شوند. اینا میراث تاریخی ما. اصلا تاجیکستان میتواند به یک موزه طبیعی زبان‌ها و اتنوگرافیا قوم‌ها تبدیل یابد. اگر شما میخواهید واقعا توریست‌ها را جلب کنید به تاجیکستان، با اون چند بینای سمنتیتون جلب کرده نمیتوانید. با اون فرهنگ ساخته، من معذرت میخواهم، از پول چین و از مواد چینی ساخته‌تون جلب کرده نمیتوانید. جهان امروز به سمت اصالت رفته است. میخواهد اون چیزی واقعی تاریخی رو ببیند. ما باید چهره واقعی ملیمون رو به نمایش بگذاریم. نترسیم از اون که میگن که اینا قدیمی هستند و اینا مثلا چیزی نو ندارن. اما مردم میخوان ببینن که زبان چند هزار سال پیش تاجیکان چی بود. زبان فارسی ما در منطقه آسیای مرکزی برابر آمدن اسلام هست. یعنی تقریبا 1400 1500 سال تاریخ دارد که ما با زبان فارسی صحبت میکنیم. اما قبل از این ما با زبانهای شرقی ایرانی هم ما صحبت میکردیم که نمونه های آن، حالا میراث آن، خاطره هایش در هم زبان یغنابی و یزدگولامی و شغنی و زبان های دیگری که در منطقه های کوهستان تاجیکستان باقی مانده است. این از زبان اصلی ما، باید اینها را حفظ کرد، پرقوت کرد. با اینها باید که درس داد، موسیقی ایجاد کرد، شعر ایجاد کرد، برای اینها باید الفبet ساخت. این میشود سیاستی واقعا ملت دوستانه ما تاجیکستانی ها درباره زبان دولتی و زبان ملی ما. اما چند جمله دیگر میخواستم درباره خود خط صحبت کنم. دوستان عزیز، من بارها در این باره گفتم، حالا بار دیگر مشخصا تکرارا میگم، ما علاج دیگر نداریم، راه دیگر نداریم که آهسته آهسته قدم به قدم برگردیم به خط فارسی. در اینجا نقطه نظری من در مسئله نامگذاری زبان و خط یک کمی فرق میکنه. ما میتونیم از فردا شروع کنیم نام زبان خودمون رو رسما زبان فارسی بگیم. همون کاری را که زحمت کشیدن بزرگواران ما در سال 1989 در قانون دولتی نام فارسی را وارد کردند که بعد رحمانوف با این حرکت بولشویکی جدیدش نام فارسی را از اون کلمه فارسی را از نام رسمی زبان دور کرد. الان وقتی آن آمده است که این را برگردونیم. من در سال 2009 وقتی که وکیل مجلس نمایندگان بودم و این قانون نو قبول شد، موقع خود را گفتم، پافشاری کردم، اگرچه تنها ماندم، یک آواز، ولی موقع ملی، شهروندی و انسانی خود را همچنین یک تاجیک و تاجیکستانی انجام دادم. حالا باز بار دیگر تکرار میکنم و هر چیز زودتر ما میتونیم به این برگردیم. اما در مسئله بازگشت به خط نگاه من یک کمی فرق میکنه. ما را 2 مرتبه بیسواد کردن، بعد گفتن شما هیچی رو نمیدونستید تا آمدن ما. در دوام یک مدت کوتاه اول خط فارسی رو به خط لاتینی برگردوندن، بعد به خط کریلیک. رحمت خدا رحمت کند پدر و مادر من، تا همه وقت‌های آخر خط لاتینی رو می‌خواندن. میگفتن که ما در مدرسه، در مکتب اول با خط لاتینی می‌خوندیم. لازم نیست که ما یک بار ملت رو بار سیوم ضربه بزنیم و باز مردم رو مجبور کنیم که از نو سواد بیاموزن. ما نیاز به یک برنامه دولتی داریم که همزمان خط فارسی از باغچه، مکتب تا دانشگاه‌ها در دوام 15-20 سال فراگیر باشد. همه شهروندان تاجیکستان بتوانند به خط فارسی راحت بنویسند، بخوانند و برایشان دیگر آسان باشد، تا اینکه ما بعداً بگذاریم به خط پوره فارسی، البته با نگه داشتن خط سیریلیک، همچنین که از خطای علاوه‌ای که مردم در دانشگاه و در مکتب بخوانند. چون دانستن خط سیریلیک یا کریلیک یا الفبای روسی به ما کمک میکند که زبان روسی رو هم
بهتر بیاموزیم، بخصوص کسانی که میخواهند زبان روسی را در آینده بیاموزند که یکی از ضرورت‌های ما باقی خواهد ماند. اما چرا باید ما به خط فارسی برگردیم؟ دوستان عزیز، هر کسی میگوید من ملتم را دوست می‌دارم، من تاجیکستانم را دوست می‌دارم، میخواهم تاجیکستان من یک دولت پیشرفته باشد، ملت من یک ملت پیشرفته باشد، از لحاظ علمی، تکنولوژی، فرهنگ، سیاست. حالا فرق نمی‌کند تو مسلمان هستی، زردشتی هستی، کمونیست هستی، تو اصلا بدین هستی، طرفدار کدام حزب و گروه هستی، هیچ فرقی نمی‌کند. اگر تاجیک هستی، تاجیکستانی هستی، ملت رو دوست می‌داری، تاجیکستان رو دوست می‌داری، باید به این مسئله برگردی که ما نیاز برای برآمدن از این بنبستی فرهنگی و فکری داریم، از این بنبستی علمی داریم. برادری عزیز، دوستی عزیز، حالا کسی که دشمن خط فارسی هستی یا کسی که حالا بلشویک هستی، کمونیست هستی، بخواهی که همین خط یا الفبای روسی در تاجیکستان باقی بماند، تو آینده تاجیکستان رو چگونه تصور کردن می‌خواهی؟ آینده ملت رو چگونه تصور کردن می‌خواهی؟ ما 9 میلیون تاجیکستانی، البته 9 میلیون تاجیک نه، تاجیکان چند صد میلیون هستند در سراسر جهان. من تمام آن کسانی که فرهنگ ایرانی فارسی آنها را شامل میشن، من آنها را تاجیک میدانم همون طوری که خودم را جز اون فرهنگ و تمدن ایرانی و فارسی هم میدانم. حالا همون 9 میلیون تاجیکستانی که امروز هستیم، بعد چند سال ما 15 میلیون میشیم، 20 میلیون میشیم. حالا بیا سری همین 10-15 میلیون فکر کنیم که ما اصلا چی میخوایم از این ملت، از این کشور. آیا میخوایم در همین حالت امروزش باقی بماند؟ خیلی خوب، ما خط فارسی رو رد کردیم، باقی ماندیم با همین زبان نیم روسی، نیم فارسی، نیم ازبکی. امروزه ما که آن رو ماندیم زبان تاجیکی گویا، اصلا یک زبانی خیلی هم محدود هست که با آن حتی پروفسورمون برابر یک تکثیران ایرانی و افغان، برابر یک آوازخوان افغانستان صحبت کردن نمیتواند. حتی پرزیدنت رحمانوف در یک صحبتش خیلی تعریف کرد از صحبت روان و شیوه خوبی یکی از سرودخوانان خانم‌های افغانستان و خودش این میدونه یک فاجعه هست. یعنی معنی گپش این است که یک آوازخوان افغانستان چون ریشه در زبانش، ریشه در تاریخش دارد، از یک پروفسور حتی از پرزیدنت تاجیکستان هم بهتر صحبت میکنه. و این رحمانوف درک نکرد که ریشه در کجا است، مشکلی در کجا است. و بسیاری مردم ضد خط فارسی هم این رو هنوز درک نکردن. اما برگردیم به اصل مسئله. خیلی خوب، مگر شما نمیخواید ملت پیشرفته باشد؟ مگر نمیخواید ما به تکنولوژی دسترسی پیدا کنیم، به علم دسترسی کنیم؟ مگر شما فکر میکنید که خط فارسی فقط خط دین است، خط اسلام است؟ حالا اگر مخالفت با اسلام و با دین داره، جای خودش، این بحث ما نیست. شما که مخالفت با ملت و با دولت تاجیکان ندارید، شما نمیخواید که ملت ما در این حالت باقی بماند، شما میخواید ملت پیشرفت کند از لحاظ تکنولوژی علمی. پس راه در چی است؟ آیا راه در همین نگه داشتن این زبان فارسی ما با خط کریلیک است؟ یعنی یک زبانی بوقلمون، خمیلیون، با یک زبان صحبت میکنیم، با یک خط دیگر مینویسیم. اگر این وضعیت ما را از بنبست بیرون میبرد، تا این 80 سال میبرد. دوستان عزیز، طرفداران باقی ماندن خط کریلیک، ما دهات اینستیتوت داریم، یونیورسیته داریم، ما اکادمی علم ها داریم، اکادمی کشاورزی داریم، مرکزهای علمی و فرهنگی داریم که سالانه نزدیک 100,000 دانشجو تمام میکنن، دیپلم میگیرن با همین زبان فارسی، با همین خط کریلیک. تا امروز حتی یک دندان کاوک رو از چین میاریم، حتی یک ناخونگیرک استحصال کرده نتوانستیم با همین زبان تراشیده امان. آیا میخواهید باز ما 100 سال دیگر در این حالت باقی بمانیم؟ زبان، خط، این یک وسیله بسیار مهمی رسیدن به علم و تکنولوژی هست. من حالا دلم میخواهد، آرزو دارم که هر چه زودتر این را درک کنیم، برگردیم به خط فارسی. خط فارسی دری علم را برای ما باز میکند، چون ما زبانش را الکی میفهمیم، خطش را که خواندیم، دیگر میلیون ها، صدها میلیون کتاب ترجمه شده به خط فارسی در اختیار دانشگاه ها، مرکزهای علمی ما قرار میگیرد. ایرانی امروزه حالا فرق ندارد چی ایرانی آخوندی هست، اسلامی هست، در گذشته چی بود، در آینده چی میشد، فرق ندارد. ایرانی امروزه
جزء کشورهای هست که در 20 کشور پیشرفته علمی و تکنولوژی قرار دارند. ماهواره‌اش الکی به کیهان رفت. با این زبان، با این خط امروز در ایران علم تولید می شود. چرا افغانستان همسایه ما اگر همین جنگ تمام شود، یک آرامش 10 ساله پیدا کند، یک جهش خواهد کرد که چند برابر از ما تاجیکستان پیش خواهد رفت. الکی در بعضی مسائل پیش رفته است. برای چی؟ برای آنکه از اونا استفاده از اون مخزن علم میکنن که برادران ایرانی برای تمام فارسی زبانهای جهان الکی آماده کردند. اگر واقعا هم دشمنی خط فارسی هستید، نمیخواهید خط فارسی به تاجیکستان برگردد، حالا این بحث دیگر است. ولی تاجیکستان رو دوست می‌دارید، ملت تاجیک رو دوست می‌دارید، این گونه آدمان هم هست. واقعا هم تاجیکستان رو دوست می‌دارن، ملت تاجیک رو دوست می‌دارن، می‌خواهند ملت سربلند باشد، اما نمی‌خواهند که خط فارسی به تاجیکستان بیاد. شما یک راه دارید. پس بیایید برای ما تاجیکان یا خط و زبان چینی را همچون زبان دولتی و خط دولتی قبول کنید، مجبور کنید ملت را که بیاموزد، یا انگلیسی را، یا همین خط زبان روسی را زبان دولتی کنید، زبان حتمی برای همه مردم. چرا؟ ما توسط زبان روسی و خط سیریلیک دسترسی پیدا میکنیم به اون مخزن علمی که تا این روز به زبان روسی ترجمه شده است، تولید شده است، در مسکو، در سنت پترزبورگ هست. اگر زبان انگلیسی رو وارد میکنیم، درس پورا در مکتب‌ها، در مدرسه‌ها، در دانشگاه تاجیکی باید پورا به زبان انگلیسی شود. ما باز بهتر دسترسی به تمام علم جهانی پیدا خواهیم کرد. دیگر از کتابخانه الکترونی آکسفورد و کمبریج و دانشگاه واشنگتن استفاده میکنیم. یا بیا زبان اسپانی رو وارد کنیم که چندین صدها میلیون آدم از اسپانیا سر کرده تا امریکای لاتینی با زبان اسپانی شروع میکنن. منظور من چی هست؟ یکی از زبانهای مطرح دنیا را قبول کنید. ملت تاجیک باید با اون زبان درس بخواند، فکر کند و دسترسی به علم و به تکنولوژی پیدا کند. اما باز تکرار میکنم، بهترین آسانترینش همین زبان و خط فارسی خودمان هست، از خودمان هست، به خودمان برمیگردد. چی اشکال دارد؟ فقط به خاطر آنکه اسلام را چشم دیدن نداری یا ایرانی امروزه را چشم دیدن نداری میترسی، اصلا فارس بدبین هستی، این مشکلی شخصی خودت است، مشکلی ملت نیست. اگر واقعا تاجیکستان رو دوست می‌داری، ملتت رو دوست می‌داری، می‌خوای پیشرفت کند، برادری عزیز، اولین و مهمترین قدم این است که راه دیگر نداریم، برگردیم آهسته آهسته به خط فارسی. ولی اگر آقای رحمانوف، آقای نمیدونم یتیموف و هر کسی که الان تقدیر ملت در دست شما است، اگر شما دشمنی یا بدبینی نسبت این خط و زبان و این تاریخ داره، این کار شخصی خودتون است. هر چیز زودتر یک برنامه ریزی کنید، بیاید تمام آموزش را با زبان روسی کنید، پس با زبان چینی کنید که با شما باز نزدیکتر است، شاید از لحاظ فرهنگی و تفکرم برای شما از روس‌های دیده شاید که امروز چین نزدیکتر باشه. مقصد من چی است؟ مقصد من این است که از این بنبستی که امروز ملت قرار دارد، با یک زبان صحبت میکند، فکر میکند، با یک خط دیگر مینویسد، ما رو نه چند صد میلیون روس زبان میفهمد یا میخواند. تصور که یک روس، یک اوکراینی، یک بلاروس یا هر کسی که روس زبان هست، ما 9 میلیون اصلا نمیفهمد. درست که ما با خط آنها مینویسیم، اما با زبان دیگر صحبت میکنیم و ما رو نه اون چند صد میلیون فارس زبان میفهمد. اگر صحبت کنیم که میفهمد، اما نوشته ما رو، یک کار علمی ما رو غیر از همین 9 میلیون خودمان هیچ کس نمیفهمد، نمیخواند. ما مثل یک گروه، یک قومی هستیم که در یک دیگ سرپوشیده خوردی خودمون میجوشیم، میپزیم و از بین میرویم. نه کسی ما رو میشنود، نه کسی ما رو گوش میکنه، اصلا درک ندارد که ما چی گفتیم و نه ما دیگران رو میشنویم، مثل یک کر و کور گنگ. خب پس این وضعیت برای یک ملت آیا قابل قبول هست؟ باز تکرار میکنم، چه دوستداری خط فارسی هستی، چه دشمنش هستی، چه دوستداری انگلیسی هستی یا چینی هستی، فرق نمیکند. اگر تاجیکستان رو دوست میداری، ملتت رو دوست میداری، میخوای یک ملت و کشوری پیشرفته باشد، راه دیگری نداری جز اینکه از این بنبست فرهنگی بیرون بیایی. از بنبست فرهنگی بیرون آمدن این تغییری خط و الفبا هست.
باز میگم نه در یک سال نه در 2 سال، از امروز شروع کرده یک برنامه 15 ساله 20 ساله را باید که طراحی کرد، عملی کرد. تمام باغچه، مکتب، دانشگاه‌های ما آموزش خط فارسی یکی از فنها، یکی از درس‌های اساسی برای هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید که باشد. من حتی حالا یک مراجعه دیگر هم شاید به رهبریت امروزه ازبکستان کنم که در ازبکستان هم باید آنها برگردند به رسمیت و شناختن جایگاه زبان فارسی، همون طوری که بعضی از اندیشمندان بسیار هم خوشفکری تاجیک الاصل شهروندان ازبکستان اخیرا این کارا کردن. چرا این رو میگم؟ این نه فقط به فایده ما تاجیکان هست و تاجیکانی که در ازبکستان زندگی میکنن، بلکه به فایده خود ازبکستان و مردم ازبک است که تاریخی حداقل 1000 ساله آنها هم با همین خط و با همین زبان فارسی نوشته شده است. اگر اونها میخواهند که تاریخ دسترسی کنند به تاریخ خودشون، چه در آسیای مرکزی و حتی چه از تاریخ بابری ها و دیگر تیموری ها که خیلی با اون فخر میکنن، راهی ندارن جز اینکه خط فارسی را بیاموزن، حداقل به خط فارسی، زبان فارسی رسمیت ببخشند تا اینکه بعدا دعوا کنن که اونها هم جزء اون فرهنگ، اون تاریخ هستند. حالا دوستان گرامی، خیلی در این موضوع من دیگر طولانی صحبت کردم، موضوع خیلی مهم بود، شاید یک کمی با احساسات صحبت کردم، اما نمیتواند این وضعیت یک تاجیک را، یک تاجیکستانی واقعا هم ملت دوست و وطن دوست را همین خیلی بی‌طرف بگذارد و بدون احساسات صحبت کند. بار دیگر همه هموطنان را به این روز جشن ملی تبریک میگم و دعا میکنم که پروردگار هر چه زودتر ما را به آن برساند که باز روز 22 ایل را به طور رسمی در کشور از طرف حکومت رسما همچون روز زبان دولتیمان جشن بگیریم. و الان شروع میکنیم به سوال و جواب ها. انشاءالله که یک نیم ساعت تا 1 ساعت در خدمت شما خواهم بود با سوال ها. من در صحبت قبلی وعده داده بودم که یک ایده از سوال های باقی مانده از صحبت قبلی اول با آنها جواب میگم، بعد برمیگردیم به سوال هایی که امروز وارد شدن که شمارهشون هم کم نیست. خب یکی از دوستان از اون دوره سوال گذاشته بود که خب اگر شما سر قدرت آمدید نسبت برگشتن به حروفات ملی نیوگان چه اندیشه و موقع دارید؟ دوستی عزیز الکی گفتم و نیاز دیگر به این جواب دادن نیست. دوم سوالش برای چه بعد پاشخوری شوروی گرجستان، ارمنستان، آذربایجان و کشورهای بالتیک توانستند الفبای نیوگان خود را حفظ کنند و من همسایه کشوری ازبکستان برگشت به لاتینی، قزاقستان برگشته ایستاده است و اعلان کردن قرقیزستان هم در حرکت است، اما متاسفانه مسئولین تاجیکستان حتی در نقشه هم ندارند. برعکس لگنبرداری و چاپلوسی و بیگانه پرستی را اختیار کردند. دوستان عزیز، کسی فکر میکند که این از ترس روسیه هست یا از ترس کسی دیگر است؟ نه، این هیچ کس از اگر میترسیدند از روسیه، قرقیزا، ازبکا گفتی شما میترسیدند، کشورهای دیگر میترسیدند. ریشهش در همون تفکر بلشویکی است. اینا همون ادامه همون چینگیزی ها، ادامه همون بلشویکا، کلترداران سرخ، همونایی هستند که میخوان همه چی رو از زمین پاک کنن، ذهنها رو پاک کنن، ملت رو منفور بسازن و خودشون بیان بعد بگن که ما این را ساختیم، ما این را کردیم. دیگر یگان ریشه دیگر، یگان سبب دیگر در این من نمیبینم. اینا اصلا تفکرشون تفکر همون نابود کردن و جدا کردن ملت امروزه از گذشته، از تاریخ خودشون. خب یک نفر دیگر سوال داده است. سلام علیکم اکای محیدین، سوال من به شما چنین است: امام علی رحمان با شیر مادرش قسم خورد که به مردم ترکستان خدمت میکنم، اما ما دیدیم که مردمش رو با اولادش غارت کردند و رفشنسیکان رو محبس. آن روز دور نیست که ما با شما رو در انتخابات آواز میدهیم، شما با چه قسم میخورید؟ یا که مثل رحمانوف خود شما هم طبعا وزیر. شاید من به این سوال در جای دیگر جواب گفتم، یادم نیست، اگر تکراری هم باشد فکر میکنم در صحبت های آنلاین یا در صحبت رو با کسی این سوال رو داد. دوستی عزیزم باز تکرار میکنم، مهم نیست که آدم با چه قسم میخورد. حالا بعضی ها با قرآن، بعضی ها با بیبلیا، بعضی با کنستیتوسیون، اما مهم است که آدم با اون قسمش وفادار باقی بماند. حتی قسم خوردن خودش یک مراسمی رسمی هست. آدمی اصیل، آدمی وفادار با وجدان بدون قسم هم وفاداری میکنه. شرط نیست آدم قسم بخورد. من نمیدونم حالا کی پرزیدنت آینده میشود، کی نامزدیش رو میموند. شاید اگر
ملت لازم دانست من باشم یا هر کسی دیگر و مهم نیست که با چه قسم میخوریم، مهم آن است که چگونه عمل میکنیم و چگونه به ملت خدمت خواهیم کرد. خب چند سوال دیگر از فیسبوک در اون دوره اومده بود. یک نفر با نام صدرالدین نجمیدین سوال داده است: سلام علیکم برادر کبیری، شما درباره پیشنهاد برادر عزت‌امان گفت اگر 200,000 آدم جمع شویم و از کشور روسیه زمین طلب کنیم تا که یک جمهوری صاحب مختار تشکیل کنیم، شما در این باره چی فکر و اندیشه دارید؟ خواهشمندم جواب گردانید. دوستی عزیزم صدرالدین، البته من احترام همه شخصیت‌ها را دارم، از آن جمله برادر عزیزم عزت‌امان را، اما به این پیشنهاد راضی نیستم. حالا شاید خود حکومت روسیه هم این کار را نخواهد کرد، اما برای ما تاجیکان این هیچ کمکی نخواهد کرد. برعکس ما حالا چی می‌خواهیم؟ از این 200,000 رو در روسیه یک گوشه رو میگیریم، تاجیکستان دیوم آباد میکنیم. ما باید تاجیکستان خودمون رو آباد کنیم. روسیه رو جای کاری موقتی باید بدانیم، یا قزاقستان رو یا هر کشور دیگر رو. حتی ما در اروپا امروز هستیم، این رو باید یک جای موقتی بدانیم. البته اروپا از همه اون کشورها دیگر بهتر از زندگی، از روسیه و از قزاقستان و از ترکیه و دیگر کشورها. اما حتی در همین اروپای پیشرفته هم ما نباید برنامه‌های درازمدت برای که در اینجا باقی بمانیم داشته باشیم. ما باید هر چه زودتر برگردیم به تاجیکستان و اون تاجیکستانی آرزو داشته ما رو در وطن خودمون بسازیم. بدانید که ما تاجیکان را هیچ کجای صاحبی نخواهد کرد جز وطن خودمون. بله ما در اینجا میتونیم زندگی خوب داشته باشیم، زن و بچه‌مون زندگی بهتر داشته باشن، دانشگاه‌های بهتر تحصیل کنن، اما در هر کجای نباشیم ما مهاجر هستیم، بیگانه هستیم و باید که برگردیم، برنامه داشته باشیم برای برگشتن به وطن خودمون. هر چقدر که ما در جهان پراکنده شدیم، ببینید تقدیری تلخ همون تاجیکانی را تکرار خواهیم کرد که قبل از ما هجرت کردند. میلیون ها تاجیک از سمرقند و از کلاب و از حصار و از فیض‌آباد و از غرم و از سوخت هجرت کردند به افغانستان، به ایران، به تمام دنیا. درای پنجشیر افغانستان پر از تاجیکانی هست که در 2 نسل هجرت کردند، یا منطقه‌های نزدیک سرحدی افغانستان امروزه. خب اونها در همون جا ماندن. مگر ما می‌خوایم این تقدیر رو بار دیگر تکرار کنیم؟ یک قسممون در اروپا مونه، یک قسممون در روسیه تاجیکستان تشکیل کنیم؟ نه، با وجود همه احترام من به این فکر راضی نیستم. باید تمام تلاش و زحمت را بکشیم، انجام بدهیم تا اینکه همه تاجیکان برگردیم به وطنمان، وطن را از این دست یک ایده از دزد و راهزن که اینا هم راهزنی پولی هستند، راهزنی فرهنگی هستند، راهزنی تاریخی هستند، همه سرمایه ملت را بودن، باید که برگردانیم به خود ملت و اون ملت را در اونجا برقرار کنیم، وطن را آباد کنیم. بعد هر تاجیکی که به هر کجایی که میخواد برای زندگی و تحصیل و گردشگری برود، باید که برود و آزاد است. خب یک نفر با نام خاموش خراسانی: سلام برادر، درباره مقصود ابراهیم میخواستم نظر شما را بفهمم. اگر آزادش نکنند چی خواهد شد؟ برادر عزیز خراسانی، برادر مقصود ابراهیم رو یک برادر مبارز میشناسم، مثل همه برادران دیگر که در زندان هستند، چه از بچهای نهضت، برادران نهضتی، برادران گروه 24 یا حزب دموکرات، مگر محمد روزی اسکندر و زید سعیدوف و والا بزرگمهر یاروف و چندین برادران دیگر که در زندان هستند عضو کدام گروه دیگر نبودند، مگر اینا از مقصود ابراهیم و از سید عمر و از محمد علی کمتر هستند؟ نه، اینا کمتر نیستند، همه‌شان برادران ما، هموطنان ما هستند. نسبت همه‌شان دعاگاه هستیم و تمام تلاش رو داریم که اینا هر چیز زودتر آزاد شوند. ببینید برادرانی که در هجرت و در مهاجر هستند، چه از نهضت یا پیمان، هیچگاه اینها را جدا نمی‌کنیم ما که مقصود ابراهیموف عضو کدام گروه بود. اگر جدا می‌کردیم پرونده مقصود ابراهیموف را بچه‌های پیمان ملی و یا نهضت به سازمان ملل نمی‌بردند. امروز که پرونده مقصود ابراهیموف، زید سعیدوف، بزرگمهر، دیگر برادران غیر نهضتی در سازمان ملل ثبت شد و کمیته حقوق بشر سازمان ملل نسبت آنها قرار برآورد، به خاطر آن است که ما مهاجرین اینها را به حزب و گروه جدا نکردیم. حالا اگر اینا آزاد نشدن، دعا میکنیم که آزاد شوند. اگر که آزاد نشدن، ما دیگر تلاش و زحمت خود را ادامه خواهیم داد. خواهش میکنم که در آینده دیگر سوال مشخص به یک برادر داده نشود. بعضی‌ها میپرسند فکر شما درباره شهید عمرعلی قوت چی است، فکر شما درباره مقصود چی است، درباره زید چی است،
درباره محمد علی چی است. اینا همه برادران ما هستند، اینا همه مظلوم هستند. باید تلاش کنیم که همه اینها هر چه زودتر آزاد شوند. خب نفر دیگر با نام تورالی سیف‌الدینوف سوال داده است. سلام علیکم. از انتخاباتی در پیش ایستاده شما چرا انتظار دارید؟ اصلا دوستی عزیز هیچ را انتظار ندارم. یا رحمانوف یا پسرش نامزد بشوند یا اون فرزند دیگرش. ما نباید این را محور قرار بدیم. باید که تلاش کنیم که وطن را چه با این انتخابات چه با راه دیگر از این ورطه بیرون کنیم. خب دیگر به نظر این سوال ها را جواب دادم. سوال هایی که در از گذشته مونده بود. خب سوال ها تکراری هستند. بعضی از سوال ها که اینجا هست من برای وقت رو نگرفتن دیگر اونها رو نمیخواهم. خب یک نفر سوال کرده است. سلام علیکم. درباره سهمیه روغن میگفتید. باید این موضوع کمی روشنی میانداختید. دوستی عزیز درباره سهمیه روغن من بارها گفتم و اصلا حکومت جمهوری تاجیکستان که هیچ کار شفاف نبود در مسئله سهمیه روغن هم هیچ شفافیت ندارد. همون طوری که سهمیه سنگتوده یک رو به مردم فروختن در وقتش از پول مردم این سنگتوده آباد شد، الان برق تولید میکند، درآمد میگیرن. آیا یگان شهروند تاجیکستان که سهمیه سنگتوده را خریده بود درآمد میگیرد از حساب اون سهمیه هایش؟ سهمیه خریدن یعنی چی؟ سهمیه این است که شما سهمیه یک شرکت رو میخرید. برای مثال اگر بیاید سهمیه فیسبوک رو بخرید، آمازون رو بخرید، گوگل رو بخرید یا هر شرکت دیگر رو، هر چقدر که این شرکت درآمد گرفت شما مقدار اون سهمیه‌تون درآمد خواهید گرفت. سنگتوده هم همین است، روغن هم همین است. حالا روغن که تازه شروع کرد به تولید برق و طبیعی است که هیچ کس ندیده است درآمد از روغن را، اما از سنگتوده رو هم ندیدن. من مطمئنم تا روزی که این حکومت هست، منظورم همین حکومت رحمانوف با کماندش، ملت تاجیک نه از سنگتوده نه از روغن، کسانی که این سهمیه ها رو خریده هیچ درآمد نخواهد گرفت و این درآمد همش به جیب یک ایده میرن که برمیگردن به اروپا در صورت حسابای آفشاری پنهانی این افراد جمع خواهند شد. خب یک نفر سوال داده است. سلام علیکم برادر. اگر به شما گفته شد که از مردمی که در جنگ شهروندی نزدیکانش رو از دست دادن عذرخواهی کنید، آیا میکنید؟ به زانو زدن لازم نیست، البته در منبرهای بلند. بازم میگم به فکرم به این سوال هم باز جواب داده بودم، شاید تکرارا اومده است. بله، من نه تنها برای این حادثه ها، برای هر یک کمبودی که میکنم من آمادم عذرخواهی کنم. البته من در اون جنگ شهروندی خودم شخصا نبودم. من سال 1997 بعد از امضای صلحنامه صلح و آمدم به فعالیت سیاسی بار دیگر پیوستم، اگرچه از قبل هم عضو نهضت اسلامی تاجیکستان بودم، اما بعد به خارج سفر کردم، تحصیل کردم و در این حادثه ها دیگر شرکت نداشتم. بعد از سال 97 وارد این جریان صلح‌سازی و صلح آفرینی بودم، اعضای کمیسیون رشد ملی بودم. اما فرق نمیکنه. من فکر میکنم که تمام کسان، همه ملت تاجیک باید یک مرتبه از نسل‌های آینده و حتی از نسل امروزه عذرخواهی کنند. هم فرانت خلقی و هم اتحاد نیروهای اپوزیسیونی تاجیک برای اون همه مصیبت‌هایی که بالای ملت آمد. حالا فرق نداره که کی بیشتر کشت، کی کمتر کشت، کی اول شروع کرد، کی بعدتر شروع کرد. در این باره حرفا بسیار گفته شدن، تاریخ‌ها زیاد نوشته شدن. هر کس می‌خواد تاریخ را موافق به وضعیت و خواهش خودش نویسد. امروز رحمانوف با تمام دستگاه تبلیغاتیش می‌خواهد بگوید که جنگ را نهضت اسلامی تاجیکستان کرد و من صلح آوردم، اما همه شاهد تاریخ هستند. همه نوارها را دیدن، کوچکاف را گوش کردند، خدمات روسیه را گوش کردند، بالاخره شاهدها زنده هستند. اینا همه میدونن که جنگ را کی شروع کرد، کی اول کشت، کی اول میتینگ کرد، کدام گروه، کدام حزب، نهضت اسلامی تاجیکستان کی پیوست. اما اینا الان مهم نیست. سوال این برادر این است که آیا من شخصا یا دیگر مسئولین عذرخواهی میکنیم یا نه؟ بله، من نه به خاطر آن که شخصا خودم کار کردم، اما به خاطر آن که ما همچون تاجیکستانی نتوانستیم پیش روی این مصیبت ها را بگیریم. هر کداممون باید یک مقدار احساس خجالت و گناهکاری کنیم که من انشالله آماده هستم این کار را بکنم. بارها کردم و از کسی جای خجالت و ترس هم ندارم.
خب خیلی سوال های زیادی دیگر آمده است امروز، از دیروز تا امروز که شاید نتونم به همش جواب گفته، اما کوشش میکنم کوتاه‌تر جواب بگویم به اون مقداری که امکان دارد. این برادر پرسیده است که سوال بنده این است که آیا روسیه در دیگر ساختن زبان ما نقش دارد؟ فکر بنده این است که همین روسیه بود که ما را با بهانه سواد کردن از زبان و خطمان دور ساخت، البته که با دست خودمان و امروزها باشد در روسیه. به حال ما میخندم که روسی را خوب نمیدونیم. دوستی عزیزم، نه، روسیه گناهکار نیست، بلکه یک عده از سیاستمدارانی که اون زمان حاکم روسیه بودند آنها گناهکار هستند. باز تکرار میکنم، 200 سال است که فرهنگ، زبان و تمدن ما فارس ها و ایرانی اصل ها و ما مسلمان ها که واقعا هم زبان و خط فارسی یکی از پایه ها و ریشه های تمدن اسلامی هم هست، مورد تهاجم قرار گرفت از طرف تمام ابرقدرت های اون زمان در نیم جزیره هند، عرب، در ترکیه، در ایران، در آسیای مرکزی، در سراسر جهان. این ادامه آن کاری که رفته است، ادامه همین سیاست است. در اینجا نه دولت روسیه گناهکار است، نه ملت روس گناهکار است. در اینجا تفکر استعمارگری گناهکار است که بلشویک‌ها هم جزء از این تفکر استعمارگری بودند که امروز هم متأسفانه پیشتر گفتم دوام داده ایستادند. سوال دوم، چگونه میتوان از این بنبست زبانی بیرون شد؟ خب من الکی گفتم در این باره و دیگر ضرورتی برگشتن به این سوال رو نمیبینم. معذرت زیاد برادری عزیز. خب این یک دوستمون با نام شکرجان سوال داده است که سلام علیکم، شما بسیار سر و اسرار حکومتی‌ها رو میدونید، از آن جمله از امام علی و عائله‌اش رو، ولی از گفتن برخیش خودداری میکنید. سبب در چیست؟ میدونیم که مرگ دنبالمان هر لحظه آمدنی است و از آن جمله شما را بسیارتر تهدید به مرگ میکنند. آیا نمی اندیشید که خدای نکرده حادثه شود؟ اما این ناگفته میماند. حداقل در کجای کتابت دارید که نسل آینده حقیقت را بدانند، باقی در پناه خداوند بزرگ باشد. بله دوستی عزیزم شکر جان، مرگ برای همه آمدنی است، ما هم استثنا نیستیم و دعا میکنیم که هممون طولانی‌تر خدمت کنیم به این ملت. اما شما گفتید که من سر و اسرار حکومتی ها را بسیار میدونم. بله کم نمیدونم، هم حکومت را هم حکومتی ها را، از آن جمله خود امام علی رحمان را. و شما اینجا گفتید که عائله‌اش رو، نه، من سر و اسرار عائله‌اش رو نمیدونم، اصلا دانستن نمیخواهم. بله با ما امروزها خیلی زیاد نوارها، ثبت‌ها، معلومات‌های میرسد درباره سر و اسرار شخصی امام علی رحمانوف، عائله‌اش، کسانی که در اطرافش هستند، درباره دیگر وزیران از یتیموف، یوسف رحمان، رمضان رحیم‌زاده و کسان دیگر. حتی ما یک پرونده خیلی عجیب به من فرستادن از اون رئیس پیشتری زندان‌ها، شریفوف یا شریف زاده بود که با نام زارو معروف بود، یک چیزای عجیب و غریب از مشکلات خانوادگیش و سر و اسرارش. اما ببینید دوستان عزیز، من و دو علت نمیگویم. یکی اش رو، اولش اینکه رو جدا کردن که کدامش راست و کدامش دروغ است خیلی کار دشوار است. دیوم حتی اگر راست هم باشه دوستی عزیزم، ما حق نداریم در مسائل خانوادگی یک نفر، حتی اگر دشمنی ما هم باشه، دخالت کنیم. بعضن و بچه رو برسیم به دخترش، به نمیدونم کسی دیگر، فقط به خاطر آنکه عضو خانواده فلانی. برای ما دلیل شده نمیتواند که دیگران کردن، برای رحمانوف کرد، نمیدونم رحیم زاده کرد، یتیموف کرد، برای ما این دلیل نیست دوستی عزیزم شکر جان. برای ما دلیل فرهنگمون است، قانون است، اون ارزش‌های عمومی بشری است که نباید دخالت کرد. من با دشواری پیش راه بعضی از دوستان و برادران رو اینجا میگیرم. بعضی حتی وقتی که حالا میگن که کار شخصی ما هست، اونا کردن ما هم میکنیم، در مسائل خانوادگی صحبت میکنن، بعضی حرفا رو میگن، واقعا من خودم یک کم تا ناراحت میشم. بارها گفتم دوستان این کارو نکنید. اولش اینکه خوب نیست، دیوم بعد اینا باور نمیکنن که شما این را خودتون کرده استید. میگن که باز اینا همش در سپارش کبیری شده ایستاده است، او حتما این سپارش رو داده است. نه دوستان عزیز، من کاملا مخالف هستم و این کار رو در آینده هم نخواهم کرد. اما درباره سیری دولتی یا سیاست‌های رحمانوف و دیگر مقامات نه. چرا؟ من در گذشته هم گفتم، حالا هم میگم، شاید وقت کمتر است، شاید نمیخوام تکرار صحبت کنم، اما اگر هر چیزی که برای ملت و دولت لازم باشد و باید گفته شود و من گفتم و خواهم گفت،
البته خیلی خاطرات زیادم. من از خود رحمانوف، از صحبت‌هایی که با او کردیم و در حاشیه‌های بعض چهاربینی‌ها گفتنی‌ها خیلی زیاد است و انشالله وقت شود میگم. اما یک خواهش داشتم از بعض بزرگواران، حالا که این برادر به من سوال داده است، من این سوال را انتقال میدهم به بعض بزرگواران که در داخل تاجیکستان هستند و اونها بیشتر از من میدونند. من میتونم چند نفر رو نام گیرم از کسانی که در کمیسیون رشدی ملی بوده، در حکومت کار میکرده، در روند گفت و شنید بوده، در روند این مبارزه های ملت برای زبان و برای استقلالیت و برای این همه آزادی ها بوده. استادان محترم، سن سالتون به 70-80 رسیده است. استاد ابنوی ستارزاده، استاد ابراهیم عثمان، حالا ده ها نفر دیگر رو من میتونم نام بگیرم. شما کسانی هستید که اون صندوق سیاه میگن 4 نیشک ملت هستید. حالا فرق ندارد حتی ضد ما هم باشد، بگوید حقیقت رو بگید، ملت بداند که سال 89 چی گذشت، سال 90 چی گذشت، 91 و 95 و 97 چی بود، 2000 و 2010 چی بود. همش رو من گفتن نمیتونم، همش رو دیگر دوستان ما گفتن نمیتونن، چون ما در بعضی شاهد نبودیم، در بعضی دیگر شاید از خاطره ما رفته است، در بعضی دیگرش دلیل ندارم. ارخیو من، ارخیو شخصی هم همش در تاجیکستان در دست مقامات مانده است. اونجا من واقعا سندهای بسیار هم مهم داشتم. خب شما دارید این را، شما بگویید. اگر امروز میترسید، بعضیاتون میفهمم ملاحظه میکنید، بعضی دیگراتون ملاحظه فرزندهاتون رو میکنید. برخیاتون فرزندهاتون الکی سفیر و وزیر و مقام دارن، اونها شما رو اجازت نمیدهد که شما صحبت کنید، میگن که در ما مشکلی میشود. خب حداقل گفتی همین برادر بنویسید، در یک جا صحبت ویدیویی کنید، یک جا ذخیره کنید، مانند است بعد 20 سال، بعد 30 سال این سیاست ها تغییر میکنن، حکومت ها دیگر میشوند، نام شما در تاریخ همچون کسانی که خیانت کردن باقی نمیماند. خاموش بودن در بعضی حالات ها واقعا خیانت است. من نمیخواهم که این بزرگواران رو که واقعا دوستشون میدارم، احترام میکنم، به من حق استادی دارید، در تاریخ بگویند که شما شاهد بودید، خاموش ایستادید. بعد از چندین سالها این نوارها، این صحبت‌هایی که الان کردید و در یک جا پنهان ماندید، بگذار من این کفالت را میدهم، به ما بفرستید، ما حفظ میکنیم. من اونقدر خاطره های از بعضی دوستان دارم که خواهش میکنن که حالا نشر نکنید، من خیلی زیاد دارم، در دست ما حفظ شود. بعد ما با مردم بگیم که تاریخ واقعی ملت این است، از زبان شاهدان اصلی این حادثه ها. اسدالدین صاحب نظر خدا رحمتش کند مرد، ولی کار بسیار نجیب کرد، نوشت اون کتاب ها را. و دیگر بزرگ، حتی همون کتابی کنجایف که بر ضد ما نوشته بود، این یک گوشه از تاریخ است، کار خوب کرد که نوشت. از داخل همون هم با وجود بسیار دروغ هایش باز پیدا کرده می شود بعضی چیزا را. بنویسید، بگویید تا اینکه مردم در آینده از تاریخ خودش آگاه باشد. فکر امروز را نکنید، حالا فکر زن و بچه رو نکنید. باور کنید ما از سرمان گذشت این چیزها، دیدیم. مهمترین ارزش برای یک انسان این ملتش است، وطنش است، دینش است، هویتش است، آزادیش است. از این بیشتر دیگر هیچ چیز نبوده است. من خواهش میکنم که از این فرصت استفاده برید. خب یک نفر دیگر با نام صدرالدین نجمی‌الدین سوال داده. سلام برادر، شما در یک برآمد خود گفتید که جوانان پیروی از بزرگان خود یعنی برادران تراجانزاده ها، حاجی میرزا و دیگر بزرگان کنید. هفته گذشته یکی از این برادران که خیلی احترامش داریم ما را خیلی ناراحت کرد. با کنایه به برادران مبارز سخنان بد زده، گفت کسانی که جامعه آرام ما را خلل‌دار میکنند و او دیوانه شدگی است. حالا او دیوانه شدگی است به کی ربط دارد؟ به کسانی که با گفتی اون بزرگوار خلل‌دار میکنند یا با همون کسی که همین حرف رو گفته است؟ مگر نمیبیند که یا اینکه عقلشان کور شده است که در تاجیکستان ما ناعدالتی و غارتگری و فساد و حرامخوری به درجه عالی بالا رفته است. مادران و خواهران ما در نزد سرحدها در روی زمین خوابیده بیمارند و هیچ کس را پروایی نیست. پس این دیوانه شده است، ربط داشته است به همون کسی که مبارزین را میگوید که جامعه را نارام میکنند. زیاده از 1 میلیون شهروند خواهش به وطن رفتن دارند، هیچ کس پس این مشکلات نمیگردد. حاجی میرزا خودش همه ساله به روسیه می آید و از احوال مهاجرین خوب با خبر است، لیکن پشتیبانی از همان ناعدالتی ها میکند و میگوید شکرانه تینجو و آرامی وطن میکنیم.
حالا که در وطن ما ظلم حد و کنار ندارد، چاپلوسان خطر ملی با لحن شدید به سوی مهاجرین میگویند اگر خواهید مادر و خواهراتان را تجاوز نکنند در خانه‌هایتان بشینید. باید این بدبختی ها چی گفتنی دارید؟ از شما یک خواهش دارم که سخنرانی هاتون رو تیز تیز برگزار کنید که ما بسیار منتظر میشیم. سلامت باشید برادر کبیر. خب دوستی عزیزم، بسیار سوال هم دشوار است هم دردناک. ولی من در یک صحبتم گفتم و باز تکرار میکنم که جوانان محترم، از این بزرگوارانی که نامشون در اینجا رفت، حرف اینا رو بشنوید، پیروی کنید، گوش کنید اینها رو. خانواده تورا جانزاده ها هر کدامشون یک واقعا ستونی ملت هستند. حاجی میرزا، دیگر بزرگوارانی که نامشون در اینجا نمیگیرم، ولی از اونها پیروی کنید، حرف اونها رو بشنوید. اما در کدام مسئله ها؟ در مسئله های دینی. اینا متخصصی دین هستند، عالم دینی هستند. اینا خودشون میگن که ما با سیاست کار نداریم. در مسئله های سیاسی اصلا از اینا پیروی نکنید، حرف اینا رو نشنوید. بگید که حضرت داملا شما متخصصی خوبی ساحه دین هستید، عالم دینی هستید، فقیه هستید، واعظ هستید، ولی ما رو از لحاظ دینی نصیحت کنید، و سوالهای دینی ما جواب بگیرید، مشورت بدهید. اما شما خودتون اعلام کردید که با سیاست کاردار نیستید، دخالت نمیکنید. پس چرا با مسائل سیاسی دخالت میکنید؟ اولش این که این بزرگواران رو بگید که با مسائل سیاسی خودتون دخالت نکنید. وقتی میاد زید یک گروه سیاسی دیگر صحبت میکنید، درباره وضعیت آرام یا ناآرام صحبت میکنید، درباره حکومت صحبت میکنید، طرفداری میکنید یا مخالفت میکنید، این الکه سیاست است. پس شما خودتون بزرگواران به حرف خودتون مخالفت کرده اید. تناقض هست در موقعیتون، ضدیت هست. حالا من به اون برادران بزرگواران تورا جانزاده ها نمیگم، چون اونها از مجبوری از اون فشارها بالاشون موقع را گرفتن، اونها قابل درکن، بلکه بهترین کار رو کرده ایستادن. چون سال زنده ماندن، آزاد ماندن اونها برای ما یک نعمت است. من به هیچ وجه نمیخوام که اونها خدای نکرده خاری به پایشون بخلد. کاش این بزرگواران دیگر هم همون موقع را میگرفتن، گفتن که ما با سیاست کاردار نیستیم، با سیاست کاردار نمیشدن. اما در جایی که برای ملت لازم است با سیاست کاردار نمیشوند، در جایی که بر ضد ملت است و نفع این ظالمان هست، میان یک سیاستمدار خیلی هم یا که مطرح همچون یک سیاستمدار صحبت میکنن. این تناقض، این دورویگی را خواهش میکردم در صحبت این بزرگواران دیگر نباشد. منم از جوانان خواهش میکنم که در مسائل های دینی و در مسائل های فقهی از این بزرگواران، حتی از داملا حاجی میرزا پیروی کنید، حرف بشنوید. بسیار عالم خوب است، من ایشون رو دوست می‌دارم، احترام میکنم. اما شاید زیر فشار هست، تهدید هست. بالاخره اکثر داملاهای ما همین آرامی ملت رو نه، آرامی شخصی خود را دوست می‌دارن. همون راحت سفر کردن، موعظه کردن، معرکه‌های مردم رفتن، همین رو دوست می‌دارن، عادت کردن، نمی‌خواهند این رو از دست بدهند و میگن که مردم آرام باشد که ما آرام باشیم. حالا اگر ملت آرام نیست، ملت در پراکندگی از مهاجر است، این ظالمان هر روز خیانت میکنن، پول اینها رو میدزدن، اینا رو پراکنده کردن، ملت آرامش ندارد. آرامشی خودت به کی لازم است داملای محترم؟ یعنی وقتی خودت آرام هستی فکر میکنی ملت هم آرام است؟ شما آرام هستید، معرکه میروید، سفر میکنید، باز همین مردمی مهاجری بیچاره شما را پذیرایی میکند، با در جیبتون 4 تنگه پول هم دعا میگیرد. شما که نه الکتریک هستید، نه دهقان هستید، و نه یگان استاد دانشگاه هستید که معاش داشته باشید. همین مردم مهاجر شما را میخوانند. اما وقتی مردم مهاجر آمد حق خود را طلب کرد، شما میاد میگید که آرام باشید، حرف نزنید که این گروه های فتنه‌گر شما را حالا به یک فتنه گرفتار نکنند. من خواهش میکنم داملای محترم، حالا هر داملای باشد، من یک کسی مشخص رو در نظر ندارم، بدانید که آبروی عزت شما از روی همین دین هست، از روی همین ملت هست، از روی همین مردم مظلوم هست. بدون اینها شما هیچ کسی نیستید. اگر واقعا هم پیرو امام اعظم رحمت الله علیه هستید که خود را یک حنفی بسیار قوی میتراشید و دیگر رو همه را گناهکار میکنید که از مذهب امام اعظم دور رفتن، من خواهش میکنم که بیایید دقیقاً مثل امام اعظم رفتار کنید. من چند پیش برای دیدن یک مسئله دیگر رفتم سراغ
نوشته ها و فکرهای امام اعظم و بعد دیگه وارد شدم و اون مسئله رو که پیدا کردم، ولی دیگر وارد شدم چند روز پی هم اون کتاب ها رو خواندم. یک چیز برام دست داد در این مطالعه چند روزه از امام اعظم. وقتی که یک نفر ما را گاه سلفی میگه، گاه وهابی، گاه شیعه، گاه امریکایی، گاه چیز دیگر نام میکنه، من واقعا وقتی که بار دیگر افکار امام اعظم موقعش رو دیدم و این نتیجه رسیدم که خودم دقیقاً در مکتب، در پیروی از مذهبی فقهی و مذهبی فکری و سیاسی امام اعظم بودم. دقیقاً اگرچه دوست ندارم همیشه در این باره صحبت کنم، دست به سینه بزنم که من کی هستم، حنفی هستم، هر روز بگم سنی هستم، حالا فایده نداره. اون کسی که میخواد تو رو شیعه بگید، اگر 1000 بار بگه که من سنی حنفی هم، فایده نداره. اونی که تو رو سلفی دیدن میخواد همین حرف رو میگه، اونی که تو رو دموکرات و حالا امریکایی دیدن میخواد حتما گپشو خواهد. اما مسئله دیگر چی است؟ مسئله این است که بعد دیدم که امام اعظم یک فقیه، یک سیاستمدار، یک عالم، یک شخصیت بسیار هم آگاه، ملت دوست، دین دوست، مسلمان کامل و یک مبارز بوده است. داملای محترم، اون کسانی که الان خود را حنفی میگیره، امام اعظم زندانی شد از دست یک حاکم ظالم که هم نمازخوان بود، هم روزگیر بود و هم نمازهای عید مردم رو امامتی میکرد. نه مثل این اولی الامر شما که کاملا سیاست‌های ضد دین و ضد آزادی‌ها هست. امام اعظم راضی نشد که قاضی القضات این گونه حاکم ظالم باشد، یعنی رئیس سود عالی امروزه برید حکم صادر کند که بر خلاف عدالت است. مجبورش کردن، زندانیش کردن. در موقع‌گیری‌های سیاسیش دقیقاً آمد علیه موقعش را بر طرفداری اپوزیسیون حاکم گفت، نترسید. پس حنفی بودن یعنی همین است. حنفی بودن فقط این است که طهارتت را طبق مذهب ابو حنیفه کنی، نمازت را مثلا نیت نماز را طبق مذهب ابو حنیفه کنی. حنفی بودن معنی آن را دارد که هم نمازت را هم روزت را طبق مذهب امام اعظم کنی، هم مثل ابو حنیفه فکر کنی، اندیشه داشته باشی، موقع داشته باشی، مبارزه بری، از زندان نترسی، از آن نترسی که این معرکه را از دست میتی، این پذیرایی را از دست میتی، منبر را از دست میتی. پس این حنفی بودن نیست. دروغ میگوید، تهمت میکنید به امام اعظم. نه تنها با ما تهمت میکنید که ما حنفی نیستیم، بلکه به خود امام اعظم تهمت میکنید. اگر واقعا هم میخواهید حنفی باشید، دیگران را هم به مذهب ابو حنیفه دعوت کنید، برگردید بار دیگر ابو حنیفه را، تاریخش را مطالعه کنید، موقعش را مطالعه کنید، فکرهایش را، کتابهایش را مطالعه کنید، بعد بیاد خودتان را مقایسه کنید با اون ابو حنیفه نعمان ابن ثابتی که در تاریخ میشناسیم. آیا شما واقعا حنفی هستید یا ما حنفی هستیم که هم عبادتمون طبق مذهب ابو حنیفه هست، هم فکرمون، هم مبارزه امون. زندانی هم داریم. سید عمر حسینی حنفی هست، محمد علی حید پیرو امام اعظم هست، بزرگ مهر و زید سیدوف هست که اینا هم مبارزه بردن، هم علمای دین بودن، هم در زندان مثل ابو حنیفه نشستند و شاید بعضی هاشون، خدا نکند اون روز رو نیارد، الکی بعضیشون در داخل زندان هم شهید شدن مثل امام اعظم. خب یک کمی باز هم احساسی تر صحبت کردم و دور رفتم از موضوع، ولی این سوال وادار میکند و این رفتار بعضی از بزرگواران وادار میکند که آدم بیاد این حرفا را بزند. بنابر همین برادر عزیزم، از حرف این بزرگواران در مسائل دینی پیروی کنید، به هیچ وجه از اینها در مسائل اقتصادیتون، سیاسیتون، اجتماعیتون و حتی در بعضی مسائل فرهنگیتون از اینا پیروی نکنید. به دو دلیل: یکم که متخصص نیستن، دوم که اصلا اگر بدانن هم زیر فشار یا اینکه با اون حرص مال و منصب و جایگاه حقیقت رو نخواهند گفت و حتی در مسائل فقهی هم جرئت نمیکنن فقه ابو حنیفه رو به شما بگن. نظر امام اعظم رو درباره حجاب و مسجد هیچ وقت به شما نخواهند گفت. درباره تعلیم کودکان قرآن و حدیث و مدرسه و مکتب رو هیچ وقت به شما نخواهند گفت. فقط میتونه درباره طهارت از اینا بپرسید، درباره نماز و حتی در مسائلی که مربوط به فقه هجرت هست از اینا سوال نکنید.
من فتوای چندی از اونها را دیدم، فرسخ‌ها از فقه هجرت دور است. اصلا در تصور ندارن درباره اون که یک مهاجر باید که در وقت هجرتش نمازش را چگونه بخواند، روزه‌اش را چگونه بگیرد، طهارتش را چگونه باید کند. اینا فرسخ‌ها دور هستند. در این باره متخصصان هست. فقه مهاجرت الکی شکل گرفته است و سرچشمه‌های را جستجو کنید، پیدا کنید که اینا هم متخصص هستند و هم خودشان هجرت را از سر گذراندند، خودشان زندانی بودن را از سر گذراندند، خودشان اپوزیسیون بودن را از سر گذراندند. بعد اینا میتوانند به شما یک فتوای درستی حنفی را بدهند، مثل حنفی زندان شوند، مثل ابو حنیفه هجرت کنند، مخالف پادشاه ظالم باشند. بعد اینا میتوانند یک فتوای درست به شما بدهند. خب یک برادر با نام سعید شمس سوال داده است. سلام علیکم برادر، چرا در سال 2009 قانون درباره زبان قبول شد، یعنی با بعض علاوه ها، و از اون جمله روز قانون زبان و همه معلوم است که روز 22 ایول بود، نه 5 اکتبر، بعدا گذرانده شد با 5 اکتبر و این تاریخ را که این تاریخی را انکار کردن هست از طرف حکومت. شما باشه در این وقت اعضای پارلمان بودید، چیزی نگفتید و ساکت بودید. سبب چی شد که بعد 11 سال بررسی میکنید؟ من شخصا میترسم تا چند سال دیگر روز مستقلیت را به یگان روز دیگر عوض نکنند. فکر شما چیست؟ من هم میترسم برادری عزیز که روز استقلالیت را با هر بهانه دیگر نکنند، چون بعد میبینن که 9 سپتامبر قدردین اصلانوف این را امضا کرده بود، طاهر عبدالجبار این دکلراسیون را نوشته بود، دیگر بزرگواران و همون کسانی که متهم به خیانت هستند امروز از طرف رحمانوف، اینها در روز 9 سپتامبر تلاش کردند. بعد میگن که بیاید روز استقلالیت، یک بهانه میکنن به یک روز دیگر میگذرونن، شاید به روز تولد پسر رحمان یا کسی دیگر. این ترس هست. شما اصلا نگوید که این فانتاستیک است. ما چند سال پیش اگر سالهای مثلا 2000 میگفتن که رحمانوف یه روز میاد روز زبان رو با روز زادروزش تغییر میدهد، شاید بعضیا میگفتن که شما در حق رحمان تهمت میکنید. به این درجه نیست این آدم. من یادم هست، خدا رحمتش کند، یک نفر بود با نام رحمان، رکتور سابق دانشگاه کلاب که عضو کمیسیون آشتی ملی هم بود، ایشان را در سال همون کمیسیون آشتی ملی بود، گفتم که من میترسم که تاجیکستان به یک دولت اتوریتری دیکتاتوری تبدیل میشود اگر قانون را هم خیلی قبول کنه. رحمتی بسیار آدم شوخ هم بود، گفت شما همین گفت فقط دل و نیتتون سیاه است، فقط در حق همین جناب پرزیدنت و ماها بدگمانی میکنه. اصلا گفت روزی که ما زنده باشیم تاجیکستان همین کنستیتوت هیچ وقت عوض نمیشه، رحمانوف تغییر نمیده، مطمئن باشه. مگر رحمانوف آدمی هم تاجیک نیست، تاجیکستانی نیست، در این دنیا نیست. خدا رحمتش کند. اگر زنده می بود امروز میگفتم که چی گفته بودی به من و چی آرزوها داشتی. حالا این برادر نگرانی میکند. باور کنید بعد از چند سال شاید اگر که تغییر نکند این حاکمیت، چندین همین کارها حتما خواهد شد. اما سوال شما برادر، ببینید دوستی عزیزم، یا شما واقعا اون سالها نوارها رو نمیدیدید، کاری پارلمان رو پیگیری نمیکردید، یا اصلا مثل بعضی برادران دیگر همیشه میگن که شما در داخل کشور بودید چرا نگفتید، چرا اون مبارزه نبردید، خاموش بودید، الان چرا میگید؟ یک گروه عمدن این کارو میکنن و یک گروه دیگر واقعا باور میکنن که ما در داخل کشور بودیم هیچ چیز نمیگفتیم، مبارزه نمیبردیم. اما برادری عزیز سعید شمس، من در داخل کشور همون مسئله های را میگفتم که الان میگم، شاید الان یک کمتر تندتر میگم، با احساسات میگم، چون بالاخره من یا در خارجم، وطن را از دست دادم، همه چیز را، دوستانم در زندانن و وضعیتم در تاجیکستان فرق میکند. اما همین مسئله ها رو من گفتم دقیقاً دوستی عزیزم، در همون ماه اکتبر سال 2009 در وقتی که همین قانون قبول میشد، من برآمد داشتم. بروید ارشیو رو ببینید، از رسانه ها پیدا میکنید حتما سخنرانی مرا درباره همین قانون زبان که من دقیقاً گفتم که نام فارسی رو برگردانید، کلمه فارسی رو به نام زبان. اما این تغییر روز به این قانون زبان ربط ندارد. این به قانون جشن‌های ملی و دولتی ربط دارد. این حالا سالش کدام است نمیدونم، شما بیایید باز سراغ کنید، حتما من موقع گیری کردم. خواهش میکنم برادری عزیز یک بار بیاید ذهنتون رو عوض کنید. یعنی همیشه من میشنوم این تنقیر رو که چرا در داخل نبودید و بعد 11 سال گفتید. نه، در داخل بودم، دقیقاً برای معلومات شما این مسئله رو گفتم، امروز هم میگم
مسئله راغون رو هم در داخل گفتم، مسئله راه پولکی رو هم گفتم. تمام مسائلی که امروز میبردارم در داخل تاجیکستان من این مسئله رو گفتم. خواهش میکنم یک بار بروید سراغ کنید بکوبید و بار دیگر از مسئولین پیمان ملی تاجیکستان هم خواهش میکنم بخصوص بخش مطبوعات و رسانه ها به این برادران کمک کنید. وقتی که ما خاموشیم چیزی نمیگیم، من میگم که این خود تعریف کنی میشود، ریا میشود. شما فکر کنید که اگر این نوارها را ماندید باز بعضی ها میگن که از کبیری شخصیت میسازید و یک پیشوای دیگر میسازید و دیکتاتور میسازید. نه، هر کار رو با افراد نکنید، نه افراد نه تفرید. این مردم رو کمک کنید که از تاریخ آگاه باشند. فقط حرفای ما رو نمونید، تاریخ رو پیدا کنید. حرفای تمام بزرگواران، استاد نوری، استاد همتزاده، از من، از سید عمر، از محمد علی حیید، از دیگر برادرانی که در زندان هستند، از حزب دموکرات، از شخصان به حزبی، اینها را مانید که مردم نیاین سوال ندهند که او فلانی چرا در داخل کشور نمیگفتی و الان گفته ایستادی. واقعا شاید این برادر باور کند که من در داخل کشور سال 2009 برآمد نکردم در پارلمان، نه تنها در این مسئله، در مسائل دیگر هم. اینجا یگان گونه و این حرفا باور نکنید که میگن از کبیری شخصیت میسازید و پیشوا و یک بوت میتراشید. نه، اگر نگوید هم در حق ما و شما تهمت را خواهم کرد. فقط خواهش میکنم افراط نکنید، دروغ نگویید، این بالابرداری های مبالغه آمیز را نکنید، حقیقت را بگید. تنقید هم میکنید از من، حقیقت را بگید. تعریف هم میکنید، حقیقت را بگید. بگذار این برادران بدانم که در گذشته هم ما حرفای هم گفتیم، نبود که کاملا خاموش بودیم مثل که بعضیا امروز تهمت میکنن. خب یک نفر با نام حقیقت گفته است سلام علیکم، میخواستم یک پاسخ را از شما برادر بشنوم. وقتی شما در نزد حکومت تاجیکستان کار میکردید چگونه انتخابات پرزیدنتی برگزار میشد؟ این راست است که آوازهای مردم به نظر گرفته نمیشدند؟ برادری عزیز، اولش که من هیچ وقت در حکومت کار نکردم. بله، بارها پیشنهاد شدم، مشاور پرزیدنت پیشنهاد شدم، حتی آخران وزیر پیشنهاد کردن، سفیر فرمان پرزیدنت دارم درباره تعیین شدنم به سفیر، یعنی تعیین شدم عملا سفیر، معاون وزیر خارجه هم پیشنهاد شدم، حالا منصب‌های دیگر. هیچ وقت کار نکردم، قبول نکردم یک منتشر رو. ولی سفیری رو قبول کردم، اما وقتی که عوض کردن جایش رو اون رو هم دیگر یک روزم کار نکردم. شما فرق بین پارلمان و حکومت را داشته باشید دوستی عزیزم. در پارلمان فعالیت کردن معنی کار کردن در حکومت ندارد. ما داریم سه شاخه حاکمیت. حاکمیت اجرایی که از حکومت عبارت است، امروز رحمان و سروزیر و تمام وزارت ها و رئیسان شهر و ولایت ها. حاکمیت سودی داریم که رئیس سودی عالی تمام سودهای اقتصادی و جنایی و ادمنستراتیوی یا معمولی اینها داخلند و حکومت قانونگذار داریم یا حاکمیت قانونگذار که از پارلمان هر دو شاخه هایش و مجلس های محلی هم از آنها عبارت هستند. اینها طبق کنستیتوسیون سه شاخه مستقل حاکمیت هستند. یک کسی در شاخه پارلمان کار کرد معنی نداره که در حکومت کار کرده است. اما چون در تاجیکستان ما اینا هیچ کدامش مستقل نیستند، همشون وابسته یک نفر هستند، مردم هم فکر میکنن که اگر کسی سوریه کار کرد یا در پارلمان وکیل بود اونم عضو حکومت بود و در حکومت کار کرده است که این گونه نیست. ولی من در پارلمان کار کردم و 10 سالم کار کردم. فخر میکنم از این کارم چون حرف دل مردم را گفتم، مبارزه کردم، خیلی کارهایم شد. اما گاه راست گپ احساسی حالا پشیمانی است یا خجالت هم هست که 2-3 مرتبه باید میگفتم بعضی چیزها را که نگفتم. شاید وضعیت نمیبرداشت یا فکری دین مبین اسلام را کردم، ملت را کردم، حالا هر ملاحظه را کردم که نگفتم، چون از آن میترسیدم همیشه که باز نگویند که این مسلمان ها اسلام همیشه افراطگرایی هست و ناآرامی را میکند و یعنی همیشه میخواستم از اسلام یک چهره واقعی را نشان بدم که اسلام یک دین صلح و آرامش و عدالت هست، ملت ما هم همین گونه هست. بعضی حرفا را با احتیاط گفتم که حالا شاید فکر میکنم که باید در اون وقت آشکارتر میگفتم، اما الحمدلله که با وجود این همه فشارها و این همه تهدیدها حرف خود را زدم. اما درباره آنکه انتخابات ها آوازها دزدیده میشدن، بله، آوازها در انتخابات پرزیدنتی پارلمانی 100% دزدیده میشدن. حتی ما حادثه‌ای را داریم که نه تنها آواز، قوطی آواز را میدزدیدن. من در یک صحبت پیشین هم گفته بودم از شهر وحدت که وقتی آوازها را حساب کردن که
اکثریت طرف نامزد ما و حزب ما است. اصلا قطی رو برداشتن بردن به اداره جماعت و از اونجا هم غیب زد. در ناحیه عبدالرحمن جامی هم دقیقاً همین کار. ما سند داریم حتی که تمام پروتکل ها را با مجموع آوازها در کل ناحیه دزدیدن، با جایش باید پروتکل نو نوشتند و اون را معرفی کردن. خب یک نفر سوال داده است، خواهش میکنم نامم رو نگیرید. ما یک گروه دانشجویان هستیم، سلام خود را به شما میرسونیم. ما مخلصان شما هستیم. تشکر زیاد برادر گرامی برای اخلاصتان. خداوند شما را نگاه دارد. سوال چنین است: چرا شما را اینقدر تهمت و تحقیر میکنند اما شما آرامید؟ ما میدانیم و بسیاری مردم در تاجیکستان عین حال از شما طرفداری میکنند و میدانند که اینها همش نسبتتان تهمتند. باقی خدا نگهدار. برادر عزیز، نامتون رو نمیگیریم، واقعا شما در داخلیت خطر دارد. سلام و پیام مرا به همه دوستان و برادران بخصوص به جوانان دانشجو برسانید. شما هم زبان دانشجو بوده، میدونیم این چه زمان هست، دوره پرجوش و خروشی، عدالت خواهی، عدالت طلبی و واقعا یک دوران زیبا هست. و بله، اون همه چیزی که در ما میگن، حالا نه همش 100%، 99%ش بله دروغ و تهمت است. اصلا یک نکته رو اینجا بگم، منم انسانم، بی عیب نیستم، بی کمبودی نیستم. یعنی هر کسی بگه که اصلا من هیچ کمبودی هیچ عیبی ندارم، اینم که مبالغه و دروغ است. اما مطمئن باشید اون همه چیزی که در این فیلم ها، در این برنامه ها، چه در تلویزیون رسمی، چه در این از طریق فابریکه جواب اینها گفته می شوند و حتی از طریق فیلیالی این فرم جواب در اروپا هم که متاسفانه فیلیالی قوی هم پیدا کردن در حق ما و دیگر برادران مبارز گفته می شد، اینا همش دروغ است، تهمت است. و خدا را شکر میگم که مردمی عزیز این را درک میکنن، بخصوص جوانان آگاه. البته هستن باز یک مقدار آدمایی که همیشه عادت کردن، این گروه مردم در همه دور و زمان بودن و باقی میمونن. اینو عادت کردن که هر چیزی که از تلویزیون گفته میشه، چه اون تلویزیون رسمی است، چه شوروی بود، چه امروز حکومت است، حتی در همین اروپا هم بعضی شهروندان رو من ملاقات کردم، دیدم که هر چیزی که تلویزیون دولتیشون میگه به همون باور میکنن. حالا خوب که تلویزیون‌ها اینجا یا دروغ نمیگن یا زیاد دروغ نمیگن، ولی باز طبیعت مردم همین است. ولی الحمدلله که اکثریت مردم به این باور نیستن. اما چرا من آرامم؟ خب دوستی عزیزم، چرا باید آرام نباشم وقتی که خودم رو میشناسم؟ حالا میدونم که این همش دروغ و تهمت است. البته ما هم انسان هستیم، گاها ناراحت میشویم، گاها تاثیر میکنند. بخصوص در اولها خیلی تاثیر میکرد. تاثیر نه اون تهمت و دروغ هایی که رقیبان یا به اصطلاح دشمنان ما میکردن که آنها ما را دشمن میدونن، نه ما آنها را اصلا کسی را دشمن نمیدونم ولی رقیب میدونیم. اون زیاد تاثیر نمیکرد، به من بیشتر تاثیر میکرد و خیلی ناراحت میشدم حرفی کسانی که باید در پهلوی من قرار بگیرن یا من در پهلوی اونها قرار بگیرم. اونها هم خود را اپوزیسیا میدونن، مخالف میدونن، مبارز میدونن، از دست همین حکومت هجرت کردن. اول اینا رو نمیفهمیدم، ناراحت میشدم، ضیق میشدم، دلم با اونها میسوخت و گاه احساساتی هم میشدم. اما الان نه، الان خیلی آرامم، هم از اون تهمت و دروغایی که حکومت میکنند و هم اینایی که این فیلیالی فابریکه جواب در اروپا میکنند، اینها به این نتیجه رسیدن که پس اگر من مبارز هستم، در مبارزه هستم، اولش این که این حتما خواهد بود این تهمت و دروغا. این من نه اولین کس هستم نه آخرین کسی که در حقم تهمت میکنن. حالا که پیامبرا و بزرگوارا جای خودش، همین سیاستمداران مثل من مهاجر و گریزه و زندانی شده بگیرد تمامشون رو، همین نیلسون ماندلا از طرف حکومتش تروریست اعلام شده بود، 29 سال در زندان هم نشست. خب دیگران هم همین حال رو دارن. اگر من مبارز هستم و در راه مبارزه هستم، پس باید آماده باشم که این تهمت و دروغ و این کشتن ها، این شهادت ها برادران جز این راه است، طبیعت این راه است. از طرف دیگر این برادران رو هم درک میکنم، این دوستانی که در این اروپا نشستن، مهاجران زیر ما کار میکنن، شاید یک قسمتشون حالا خسته شدن از مبارزه، میخواهند با این راه مرا تنقید کنند، برای خودشون یک جایگاه، یک آینده آماده کنند که راحت‌تر باشند، چه در اروپا چه در بازگشت به وطن. چون بازار صابر وقتی که با یک تنقید ضد نهضت و ضد ما هم بازگشتش به وطن رو خرید و هم یک گوشه قبرستانی در وطن پیدا کرد خوشبختانه و هم یک خانه موقتا برایش دادن
و منبرها هم براش داده شد. بعضی‌ها دیگه فکر کردن که اگر مثل بازار صابر بیان ضد کبیره و نهضت و ضد اپوزیسیون صحبت کنند، رحمانوف حتما او را در سطح بازار صابر پیشواز خواهد گرفت. اولش اینکه جایگاه بازار صابر را ندارن. دومش این است که بازار صابر کارش را کرد، تمام شد. در اون وقت این لازم بود برای سرکوب کردن نهضت حرف یک نفر مثل بازار صابر لازم بود، تنقید بازار صابر لازم بود. و حالا آگاهانه یا ناآگاهانه اون بنده خدا اومد این کار را کرد و دل حکومت را یافت، دل کسانی را که خودش را زندانی کرده بود، خودش را مهاجر کرد. اما اینا فکر کردن اگر که بیان زیر کبیره و نهضت و پیمان گپ زنن، حتما اون جایگاه رو خواهند داشت که البته نخواهند داشت. یک گروه دیگر شاید با از روی شاید حسد شخصی است، من نمیدونم، یا هر چیز دیگر است و عامل ها خیلی زیادن، سبب ها خیلی زیادن. اما وظیفه ما و شما برادر عزیز این است که به اینا دیگر توجه نکنیم، اهمیت ندهیم، آرام باشیم و این حالت ها ما رو از مبارزه بیرون نکند که به اینها توجه کنیم، وقت صرف کنیم، نیرو صرف کنیم. نیرو زیاد هم ندارم که یک قسمش رو برای مبارزه در داخل کشور صرف کنیم، یک قسم دیگرش رو برای جواب به این فابریکه داخلی تاجیکستان و فیلیالش در اروپا. بنابر همین من کاملا آرام هستم و اما خواهش میکردم که مردم به اینها جواب خوب بدهند. حالا اگر من جواب نمیدهم معنی ندارد که مردم خاموش باشند، چون بعضی آدمای بیرو، به حیا، به ناموس اگر با آنها جواب داده نشود، اینها دوام میدن این کار خود را با همون شعار احمقانه خودشان که ما میتوانیم. بلا را نمیتوانند اما فکر میکنن که میتوانند. البته نامردی رو خوب میتوانند اما کاری درست رو نمیتوانند. اینا آمدن با اون بیرویی و به حیاگی دیدن که کارشون نتیجه میدهد. یک آدما ملاحظه میکنن، خاموشن، نمیخوان به سطح اینا پایین بفراین، دوام داده ایستادن همون کاری خود را. اگر من جواب نمیگم به خاطر آن که مسئولیتم دیگر هست، باید که وقتم را، ذهنم را به کار دیگر صرف کنم، نه برای آن که حرفی گفتن، جواب گفتن به اینها ندارم. اما مردم عزیز، کسانی که خود را جانبداری ما میدانند، مبارز میدانند، این گروه بی حیا، بی رو، بی هویت رو رها نکنند و اینها جواب مناسب بدهند، البته بی تهمت، بدون تحقیر و بدون رسیدن به مسائل شخصی و خانوادگی. جواب‌های سیاسی با ادبانه و خیلی هم دقیق. خب دوستان عزیز، الان دقیقاً دارد نزدیک به 2 ساعت میشد. من با اجازه شما همین سوال‌های فیسبوکی رو تمام کنم، بعد سوال‌های یوتیوبی رو وعده میدم که در یک صحبت دیگر حتما در اولی صحبت یا در دوامش برمیگردم. خب یک نفر دیگر سوال داده است، اونم خواهش کرده است که نامش رو نگیریم. سلام علیکم، یک برادر میخواد اعضای حنیت یعنی حزب نهضت شود و کی مراجعت کند و چگونه صورت میگیرد؟ میفهمونید لطفاً؟ یعنی پگاه در برنامه مستقیم جواب رو انتظاریم. پروردگار شما و کل مبارزین رو نگهدار باشد. دوستی عزیز، حالا که شما این جواب رو از من امروز منتظرید، من به شما میگم نهضت اسلامی تاجیکستان روند گرفتن اعضای نو را قطع کرده. ما با دوستان اروپایی هم که اینجا هجرت کردن در جاهای دیگر هم با ما زیاد می‌نویسند که الان ما فهمیدیم که یگانه نیروی مبارز و آشکار و منظم نهضت اسلامی تاجیکستان و پیمان ملی تاجیکستان است که میخوان عضو باشن. من با آنها همیشه میگم دوستان عزیز، نهضت اسلامی تاجیکستان در این مبارزه تنها نیست. این نظری شما هست که ما یگانه هستیم یا منظم تر هستیم و ما تشکر میگیم برای این لطفتون، اما همراه ما، در پهلوی ما و حتی بدون ما هم هستن دیگر شخصیت ها، دیگر نیروهایی که خدا را شکر در مبارزه هستند. شاید فعالیت ما یک کمتر نظررستر باشد که شما به این نتیجه رسیدید، اما چرا ما عضویت را قطع کردیم به نهضت اسلامی تاجیکستان؟ شما میتونید طرفدار باشید، شما میتونید جانبداری کنید، اما ما به خاطر آنکه اعضایان، جانبداران، طرفداران خود را در داخل تاجیکستان و در کشورهای سابق شوروی از فشار و از این مشکلات نجات داده باشه، ما به این نتیجه رسیدیم که گرفتن عضویت را فعلا قطع کنیم. اما به هیچ وجه شما مانع آن نیست که از ما طرفداری کنید، پیروی کنید، کمک کنید. و اما اگر که میخواهید عضو پیمان ملی تاجیکستان باشید، هیچ اشکال ندارد، از طریق یکی از سازمان‌های عضو شما میتوانید عضو باشید. فقط کافی است که جانبداری خود را اعلام کنید که جانبدار به نهضت اسلامی تاجیکستان، جنبش اصلاحات یا انجمن آزادانشانی
انجمن مهاجرین آسیای مرکزی هستید. همین کافی است و شما به طور اتوماتیک عضو پیمان ملی تاجیکستان خواهد بود. خب یک سوال دیگر است. خواهش اینم گفته است که نامم را نگیرید. مسجدهایی که محکم کرده شدند آنها را به قرار رئیس ناحیه به خانه تبدیل دادند یا اینکه مکتب و بیمارخانه شدند. آیا فردا حکومت نو آمد تقدیر این مسجدهایی که خانه شدند چی می شود و این قرار رئیسان پیشین دیگرگون می شود یا نه؟ خواهش همین هفته جواب بدید. دوستی عزیزم، بیاید در این مسئله سراسیمه نشویم. من چون سوال الان آمد راستش رو بگم فکر نکردم که صمیمانه میگم که اگر حکومت عوض شد تقدیر این مکانها چی می شود؟ آیا باز مسجد می شوند یا همون طوری که الان هستن باقی میمونن؟ ما اجازت بدید که من در این مسئله فکر کنم، چون اصلا کسی نیستم که بدون فکر و اندیشه چیزی را جواب بگم، فقط به خاطر که مردم بگن که خب این حاضر جواب هست. من با بعضی نفرها مشورت بگیرم، از دوستان، از متخصصان، از شخصیت‌های علمی و سیاسی و نظرم رو در آینده انشاءالله خواهم گفت. اما الان همون چیزی را که میگویم این است و همون اکتفا میکنم که یعنی به این سوال که ببینید اونه که نیتی سازندهش اگر خانه خدا بود، حالا فرق ندارد این همچون بیمارخانه خدمت کرده ایستاده است، همچون مکتب، همچون نمیدونم هر خانه استقامتی هر چی باشد، اون نفری که این رو همچون خانه خدا ساخت ثوابش رو تا امروز دارد میگیرد. این نزد پروردگار ثبت شد دیگر. و اگر همچون بیمارخانه و مکتب هم خدمت کند بدانید که در خدمت ملت هست، در خدمت مردم هست. یادمان نرود که مسجد خانه خدا طول تاریخ طبق شریعت اسلامی تنها جای عبادت نیست. اینهایی که میگن مسجد تنها جای نماز هست غلط کردن، مسجد را نشناختن. اینها به مسجد نگاهشون نگاه کلیسایی هست، سرکف است. بله شاید در دین مسیحیت یا در دینهای دیگر عبادت خانه هاشون تنها جای عبادت هست، اشکال ندارد. اما در اسلام مسجد جای عبادت است، جای صحبت است، جای سیاست است، جای طبابت است، جای مشورت است. نگاه کنید به تاریخ اسلام و تاریخ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، خلفای راشدین تا همین سیاست‌های جدید که نگاه این بلشویک ها و مسجد نگاهی ترکف شد. اونها گفتن که مسجد تنها جای عبادت است و امروز باز نه تنها جای عبادت شد، جای تبلیغات حکومتی هم شد. من چقدر که درباره دامله ها گفتم، نسبت این حکومتداران هم میگم که اگر به همین سیاست بلشویکی خودتون هم صادق هستید، حداقل در مسجد مانید همون جای فقط عبادت باشد. چرا میاد باز سیاست رو در اینجا آموخته میکنید؟ تبلیغات حکومت است و تبلیغات ضد ما هم در مسجدها جا دارد. خب پس اگر انشالله که مشورت کردیم، یک سوال بعدی من شاید بعد خواهم گفت که تقدیر این جاها چی خواهد شد، اما سراسیمه نشویم. به هیچ وجه ما نباید ضد مکتب و ضد بیمارخانه و ضد جایهای دیگر مسجد را بگذاریم. بگذار این را هم بگم دوستی عزیز، اگر ما واقعا به آزادی برسیم، به استقلالت واقعی برسیم، من مطمئنم که همین ملت متدین اسلام دوست ده ها مراتب بهتر و بیشتر از این مسجدها باز خواهد ساخت. اینا بگذار همون مکتب و بیمارخانه باقی بمونن، در خدمت مردم باشن. هم بگذار ما مکتب بسازیم، بیمارخانه بسازیم، جای فرهنگی بسازیم. هم مسجد اون جایی که واقعا نیاز به مسجد است باید برگردد به مسجد. اما اون جایی که میشد باز مسجد ساخته یا مسجدی دیگر وجود دارد، هیچ جای اشکال ندارد، نه از لحاظ شرعی که این خدمتی بیمارخانه را هم کند، به شرطی که چون نیتی سازنده این مکان خانه خدا بود، جای عبادت بود، و شرطی که به ملت اجازت داده شود که در این مکتب، در این بیمارخانه، در اونجا مردم بتوانند نمازش را هم بخواند. اگر دکتر وقتی نمازش شد و به کارش خلل نمیرساند، همون 5 دقیقه نمازش رو در همین جا اگر بخواند، چون خانه خدا بود، به این نیت ساخته شده بود که در اینجا عبادت کرده شود. از نگاه شخصی من، حالا این نگاه فقهی نیست، باز با علما مشورت خواهم کرد، اما از نگاه شخصی هم تا اون جایی که میدونم شاید که اشکال نداشته باشد که خدمتی همچون بیمارخانه یا مکتب هم
این مکان‌ها خدمت کنند. خب یک سوال دیگر آمده است، انشالله با همین تمام میکنیم. پرسیده است که سلام علیکم اکای محیدین، گفتید که یک کانال تلویزیون میکشیم، چی شد؟ اگر کمک لازم باشد چی طوری باشد ما روان کنیم، چون که با قریبی راه ها را کشایند بسیاری ها میروند به وطن، از آنجا کمک کردن دشوار است، ما نمیتوانیم. خب دوستی عزیز، بسیار تشکر که پیشنهاد ما را پذیرفته ایستادید و آماده اید که با ما در مسئله تلویزیون کمک کنید و شما میترسید که برگردید به وطن، شاید از اونجا دیگر پول فرستاده نتونید. مطمئن باشید شما تا وقتی که هستید کمک کنید، برگشتید جای شما را دیگر برادرانی با ناموس و با ننگ و ملت پر خواهند کرد که اونها حتما به ما به جای شما به جای یک کس به جای 2 نفر کمک خواهد کرد و این طرح در راه است. یعنی تقریبا ما به مرحله تکنیکی و حقوقیش انجام شد و چون هر یک کاری تلویزیون کاری ساده نیست، باید که هم از لحاظ حقوقی ثبت نام شود، باید شفاف باشد، رسمی باشد، از لحاظ تکنیکی هم باید آماده شد. الحمدلله که برادران کارهای تکنیکی و حقوقی رو تا یک جای آماده کردن. همون روزی که اعلان شد کار شروع کرد، صورت حساب هم اعلان خواهد شد. من باور دارم که نه تنها شما برادری با همت بزرگوار، بلکه صدها و هزارها برادران مهاجر ما در همه گوشه دنیا این تلویزیون مردمی رو کمک خواهند کرد و زیاد هم نیاز ندارد که هر کس بیاید مبلغ زیاد بفرستد. شما تصور کنید که اگر این 2 میلیون مهاجری که الان در بیرون کشور هستند، ما حالا مردم داخل کشور رو مونیم کنار، فقط کسانی که در بیرون کشور هستند اگر ماهانه $1 کمک کنند به این طرح ملی، $1 ماهانه تقریبا 1.5-2 میلیون دلار مبلغ جمع شود که نه تنها برای این تلویزیون کافی هست و 100% کافی است. ما حساب کتاب کردیم که با مبلغ از این کمتر هم می شود تلویزیون را راه اندازی کرد برای بسیاری از طرح‌های دیگر ملی و برای کمک به حالت‌های فوق‌العاده برای خود ملت. حتما اون میرسد، کافی خواهد بود. من انشالله باور دارم که روزی که رسما به مردم مراجعت کردیم و اون روز دیر نیست، حتما این مردم با همت ما در پهلوی ما قرار خواهند گرفت. دوستان گرامی، در اینجا که دقیقاً 2 ساعت با شما صحبت کرده ایستادم، خاتمه میبخشم. یکایک شما را به خداوند میسپارم. بار دیگر تبریک میگم همه ملت را به روز جشن ملی، جشن زبان دولتیمان و دعا میکنم که هر چیز زودتر ما برگردانیم این جشن رو به جای خودش و تا صحبتی بعدی یکایک شما رو به پروردگار عظیم و شان میسپارم. تا دیدار.